اشتباهات یک مرد. ام. سوسا. مترجم سونیا سینگ. گوینده زینب شفیعی. تقدیم به روح پدرم. تنها یک مرد واقعی تشخیص می‌دهد که اشتباه کرده است و تنها یک مرد بهتر از او سعی می‌کند اشتباهش را جبران کند. مقدمه نویسنده. متن‌های این کتاب بر اساس مصاحبه با 202 مرد نوشته شده‌اند که از هر کدام از این افراد 45 سوال پرسیده شده و از آنها خواسته شده از تجربیات گذشته خود صحبت کنند و همینطور بخش‌هایی از زندگی شخصیشان را به اشتراک بگذارند. صحبتم با مردهای این است که امیدوارم این کتاب باعث شود تا از نیازهای عاطفی و جسمی زنان بیشتر باخبر شوید. این کتاب از دید یک زن نوشته شده است و قصد ندارد که به شما یا زنان توهین کند یا شأنتان را پایین بیاورد. نکات موضوعات این کتاب هم می توانند در مورد مردان صحیح باشند و حتی در مورد زنان. پنهان کردن احساسستان. تنها زنها نیستند که به دور خودشان دیوار می کشند. فقط مردها این دیوار را بهتر پنهان می کنند. وقتی کودک بودیم پدر مادرهایمان به ما می گفتند احساساتمان را بروز بدهیم و وقتی چیزی اذیتمان می کند واقعیت را بگوییم، ولی این موضوع را نفهمیدیم که همه زنها و مردها تحت شرایط یکسان بزرگ نمی شوند. به یاد دارم که همیشه با مردانی که در زندگیم حضور داشتند به این خاطر که احساسشان را بیان نمی کردند بحث می کردم. می خواستم بدانم چرا ناراحتند یا چطور می توانم مشکلشان را برطرف کنم. غریزه مادریم بیدار می شد و تنها کاری که دوست داشتم انجام دهم این بود که آنها را از دست خودشان نجات بدهم. ولی بیشتر آنها به جای اینکه با من درد و دل کنند پشت دیواری نفوذناپذیر پنهان می شدند. هرچه بیشتر اصرار می کردم بینمان اختلاف بیشتری ایجاد می شد. انگار بعضی مردها مجبورند که تا آخر عمر در مورد احساساتشان حرف نزنند یا شاید فکر می کنند این کار هنجار شکنی است. همان موقع بود که فهمیدم مردان و زنان بنا به دلایلی متفاوت احساساتشان را پنهان می کنند. برای بیشتر زنان گریه کردن یا حرف زدن از احساساتشان طبیعی است، ولی برای مردان نشان دادن احساسات نشانه ضعف است. از این می‌ترسند که اگر نیازشان به کمک را نشان بدهند مورد تمسخر قرار گیرند یا دیگران فکر کنند آنها موجوداتی درمانده‌اند و این موضوع ضربه سختی به غرورشان خواهد بود. متاسفانه ما زنان با اینکه مصمم هستیم به مردان کمک کنیم و درد دلشان را بشنویم، ولی همچنین اعتقاد داریم که مردان هم مثل ما هستند. به همین خاطر انتظار داریم احساساتشان را بروز دهند، چون خودمان معمولاً همین کار را انجام می‌دهیم. بیشتر زنان وقتی چیزی ناراحتشان می‌کند به راحتی احساساتشان را بروز می‌دهند. برای همین انتظار داریم مردان هم همین کار را انجام بدهند. ولی واقعیت این است مردها همیشه به شما نمیگویند چه احساسی دارند. ترجیح میدهند در تنهایی با مشکلات روبرو شوند و آن را حل کنند، در حالی که شما سعی میکنید یک شریک زندگی فوق‌العاده برایشان باشید. آنها در این فکرند که چطور از زیر بار حرف زدن در مورد احساساتشان شانه خالی کنند. این تقصیر شما نیست. چیزی که مردها نمی‌فهمند این است که حرف نزدن در مورد احساس واقعیشان می‌تواند در رابطه سوء تفاهم‌ها و اختلاف‌های زیادی پدید آورد. وقتی احساساتتان را با شریکتان در میان نمی‌گذارید، این حس را به او منتقل می‌کنید که رابطه‌تان با هم سرد شده است. همینطور این کار باعث می‌شود همسرتان فکر کند شما خودتان را از او کنار کشیده اید و برایتان مهم نیست او چه احساسی دارد. حتی ممکن است به ذهنش خطور کند که می‌خواهید ترکش کنید. مردها هیچ وقت این فرصت را نداشته‌اند که مانند زنها به راحتی احساساتشان را با افراد در میان بگذارند. بیشتر زنها با دوستانشان ملاقات می‌کنند و هنگام صرف شام یا نوشیدنی در مورد مشکلاتشان حرف می‌زنند. از آن طرف مردها همیشه این فرصت را ندارند تا احساساتشان را بیان کنند،
چون مورد قضاوت همجنسانشان قرار میگیرد. آیا این موضوع به این خاطر است که میترسند جلوی آنها درمانده به نظر برسند؟ بله، به همین خاطر است که در نهایت احساسات واقعیشان را پنهان میکنند، چون نمیخواهند ضعیف به نظر برسند. مردها احساساتشان را از راههایی که با آنها راحت هستند بیان میکنند. به بیان دیگر، هر راهی که قابل قبول یا امن باشد برای آنها مناسب است. به عنوان مثال، رفتار مردها را وقتی در مورد ورزش حرف میزنند در نظر بگیرید. ساعتها می توانند در مورد این بازیکن یا آن بازیکن حرف بزنند و به خوبی می دانند نقاط قوت و ضعف هر بازیکنی چیست. ببینید که چقدر راحت احساساتشان را موقع تماشای یک مسابقه فوتبال یا بیسبال بروز می دهند. حال اگر همین مردها را در موقعیت‌های متفاوتی قرار دهید که مجبور باشند احساساتشان را به شریک زندگیشان بیان کنند، متوجه خواهید شد که احتمالاً کار برایشان بسیار سخت‌تر خواهد بود. میزان تمایلشان به این کار بسیار متفاوت خواهد بود. طبق مشاهدات و تجربیات خودم متوجه شدم که مردها گاهی تحت تأثیر چنان احساسات قوی قرار می‌گیرند که مجبورشان می‌کند دیواری را که دور خودشان چیده‌اند بلندتر از قبل کنند. آنها این احساسات را عمیق‌تر از قبل دفن می‌کنند، چون نمی‌دانند با آنها چه برخوردی داشته باشند یا گاهی حمایت کافی نمی‌شوند. این موضوع برای شریکشان هم مشکلاتی را پدید می‌آورد، چون احساس می‌کنند نمی‌توانند کمکشان کنند و در نهایت منجر به جدایی یا طلاق می‌شود. این واقعیت که مردها احساساتشان را برای مدت زمان طولانی پنهان کردن مشکلات بیشتری ایجاد می کند، چون نمی‌دانند زمانی که وقتش رسیده است آن را با شریک زندگیشان بیان کنند چطور این عواطف سرکوب شده را مدیریت کنند. با وجود اینکه جامعه مردها را تشویق می کند تا عواطفشان را بروز دهند، این کار برای بعضی از آنان آسان نیست، چون نمی‌دانند همسرشان چطور به این احساسات واکنش نشان می‌دهد. با وجود اینکه همیشه از مردها می‌خواهیم با ما درد دل کنند، ولی اغلب آمادگی پذیرش آن چیز را که می‌گویند نداریم. اگر رو راست باشیم باید بگوییم بعضی از مردها از اینکه به ما چیزی بگویند وحشت دارند، چون می‌ترسند به شیوهی غیرعادی واکنش نشان دهیم. تصور کنید مردی در کنارتان است که همیشه با اعتماد به نفس و قوی است و ناگهان جلوی شما شروع به گریه کردن می‌کند. اولین واکنشتان چیست؟ در حالی که بعضی از ما با خودمان فکر می‌کنیم چه شده است؟ عده‌ای هم فکر می‌کنند مرد مقابلشان ضعیف است و بعد از مدتی خودش دوباره کنترلش را بر عواطفش به دست می‌گیرد. مشکل همینجاست که ما عادت نداریم مردها را در حال ابراز هیچ نوع از احساسات ببینیم. حتی گاهی فکر می‌کنیم آنها احساس ندارند، ولی این واقعیت نیست. مردها هم احساس دارند، فقط در پنهان کردنش موفق‌تر از ما هستند. باید این را بفهمید که گاهی احساسات پیش‌بینی نشده برای یک مرد تحمل ناپذیر است، مخصوصاً اگر از آن مردهایی باشد که عادت به بروز احساساتش ندارد. صبور باشید و جوری به حرفهایش گوش کنید که انتظار دارید او حرفهای شما را بشنود. به یاد دارم همین مشکل را با نامزدم نیز داشتم. سعی می‌کردم هر وقت قرار است از احساساتش حرف بزند خودش را عقب می‌کشد و در لاک دفاعی فرو می‌رود. هرچه اصرار می‌کردم بیشتر خودش را پس می‌کشید. مدام به من می‌گفت اوضاع مرتب است، ولی رفتارهایش چیز دیگری نشان می‌داد. بخشی از وجودم فکر می‌کرد مرتکب اشتباهی شدم، ولی واقعیت این بود که او فقط بلد نبود احساساتش را بیان کند و نمی‌دانست چطور منظورش را بفهماند. بر بیان احساساتش قوی نبود. به همین خاطر فهمیدم هرچه بیشتر اصرار کنم او از اینکه افکارش را با من در میان بگذارد بیشتر معذب می‌شود. همان موقع بود که فهمیدم مجبور کردن یک مرد برای درد دل کردن یکی از سخت‌ترین کارهای دنیاست، ولی اگر موفق می‌شدم هم به او کمک بزرگی کرده بودم و هم به هدف خودم می‌رسیدم. بعضی از مردها فکر می‌کنند درد و دل کردن با فردی دیگر ریسک بزرگی است، چون نمی‌دانند آن شخص بعداً چه فکری در موردشان خواهد کرد. ولی اگر تلاش نکنید از کجا بفهمید؟ هر کسی در زندگی خطر می‌کند
و رک و راست بودن با شریک زندگیتان قدمی بزرگ برای شناختن یکدیگر است. رها کردن احساس ناامنی کار ساده‌ای نیست، اتفاقا ترسناک هم هست. ولی اینکه بتوانید به راحتی با هم گفتگو کنید و بگویید چه چیزی اذیتتان می‌کند یا در زندگیتان چه اتفاقی در جریان هست، باعث احساس آرامش شما خواهد شد. نمی‌دانید حرف زدن از احساساتتان و آنچه در ذهنتان می‌گذرد چقدر از اضطرابتان کم می‌کند. منظورم این نیست که یک دفعه همه چیز را با او در میان بگذارید. برعکس، به خودتان زمان بدهید، ولی بدانید که هرچه بیشتر حرف بزنید دفعه بعد ابراز احساساتتان راحت‌تر خواهد بود. از آن دست مردها نباشید که همیشه به دنبال پول هستند تا از این راه بر عواطفشان سرپوش بگذارند، چون فکر می‌کنند غرق کردن خودشان در پول و کار باعث می‌شود احساس عصبانیت یا درماندگیشان از بین برود. پول فقط یک چسب زخم موقت برای درد واقع شما خواهد بود. احساساتتان را بیرون بریزید. دلیل اینکه زنها اینقدر احساساتی هستند این است که ما درد را تمام و کمال حس می‌کنیم. اجازه می‌دهیم درد وجودمان را در بر بگیرد تا آنجا که حس می‌کنیم دیگر مثل سابق نیستیم. ولی زیبایی ماجرا آنجاست که می‌دانیم هر چقدر هم که درد بکشیم از آن فرار نمی‌کنیم. به دیگران اجازه می‌دهیم که بدانند چه چیزی آزارمان داده یا چه کسی باعث شده چنین احساسی داشته باشیم. ولی مردها آنقدر احساساتشان را در خودشان پنهان می‌کنند که صورتشان کبود می‌شود. درد آنقدر در وجودشان می‌ماند و آنقدر آزارشان می‌دهد که در نهایت آسی می‌شوند و مجبورند همه چیز را بیرون بریزند. بی‌توجهی به عواطف او. فقط اگر گوش کرده بودم، فقط اگر تلاش کرده بودم، فقط اگر کمی بیشتر اهمیت داده بودم، شاید مجبور نمی‌شدی ترکم کنید. آقایان لطفاً به این نکته توجه کنید و آن را با دقت بخوانید. زنان موجوداتی احساساتی و قوی هستند. آزارمان می‌دهد بی‌اهمیت باشیم یا اوضاع را آسان بگیریم. اینکه شاید شما نسبت به او زودتر مسائل را فراموش کنید به این معنی نیست که باید از او هم همین انتظار را داشته باشید. هر کاری دوست دارید انجام بدهید فقط سعی نکنید احساسات او را کنترل کنید. بدترین کار ممکن این است که نسبت به احساسات او بی‌توجه باشید. اگر چیزی اذیتش می‌کند اجازه دهید از آن حرف بزند، به حرفایش گوش بدهید و همراهیش کنید. نسبت به وضعیت او حساس باشید. توجه نشان دهید. منظورم این نیست که همه احتیاجات و نیازهای او را برآورده کنید، ولی در هر رابطه‌ای مهم است که در مورد مسائل مختلف با هم گفتگو کنید. همدردی کنید. هر رابطه‌ای خوشی‌ها و سختی‌های خودش را دارد، ولی درست همان زمانی که تصمیم می‌گیرید احساسات او را در نظر نگیرید، همان لحظه‌ای است که او فکر می‌کند دیگر برای شما اهمیتی ندارد. با هم حرف بزنید. خبردار شدن از احساسات طرف مقابلتان یک امتیاز است و اگر می‌خواهید رابطه‌تان هر روز رشد بیشتری بکند، مهم است که احساسات یکدیگر را بدانید. در حالی که زنها در بروز احساساتشان موفق‌تر از مردها هستند، ولی باز هم به این معنی نیست که نباید تلاش کنید تا شرایط او را درک کنید. زنها نه تنها می‌خواهند احساساتشان به رسمیت شناخته شود، بلکه می‌خواهند احساساتشان از طرف مردها درک شود. اگر فقط یک چیز در دنیا باشد که زنی را به شدت عصبانی کند این است که مردی حق ابراز احساسات زن را به رسمیت نشناسد. اینکه وقتی همسرتان از احساساتش حرف می‌زند سرتان را تکان دهید و وانمود کنید که به هر حرفی که از دهانش بیرون می‌آید توجه دارید، ولی در واقع در این فکرید که چه کسی برنده مسابقه بسکتبال است. این گوش کردن نیست، این تظاهر به گوش کردن است. تفاوت این دو را بدانید و یکی از آن مردها نباشید. یک زن این توانایی را دارد که در مورد مشکلات حرف بزند، ولی در عین حال از شما هم انتظار دارد که در بحث شرکت کنید. او می‌خواهد مطمئن شود که شما به او توجه می‌کنید و به حرف‌هایش گوش می‌دهید و متوجه می‌شوید در چه شرایطی قرار دارد.
او یک مرد بلگو که با همه حرفای او موافق باشد نمیخواهد. او میخواهد بدون اینکه جوری رفتار کنید که انگار تشنه توجه است احساساتش را درک کنید. بعضی مردها حتی آنقدر در رفتار زشتشان زیاده روی میکنند که هم تظاهر میکنند حرفای همسرشان را شنیدند و هم وسط کار حرفای او را قطع میکنند و خواسته های جنسی خودشان را عملی میکنند. آقایان این روش درستی نیست. داشتن رابطه احساسی با همسرتان خیلی خوب است، ولی وقتی او تمام تلاشش را به کار می‌بندد تا شما بفهمید در چه شرایط بدی قرار دارد، نباید بحث را عوض کنید و رابطه جنسی را وسط بکشید، چون این کار فقط باعث می‌شود عواطفش برای مدتی سربسته بماند. بعد از مدتی وقتی اصلا انتظارش را ندارید از جای دیگر سر باز کنند. وقتی به حرفهای او توجه نشان می‌دهید و آنقدر به او اهمیت می‌دهید که حالتهای او را درک کنید، در واقع غیر مستقیم به او می‌گویید که خودتان را جای او گذاشته‌اید. کمی اهمیت بدهید. همین. با وجود این نمی‌توانم تمام تقصیرها را به گردن مردها بیندازم، چون به عنوان یک زن متوجه شدم که بارها به جای حرف زدن از مشکل و احساسات انتظار داشتم که شریک زندگیم متوجه نشانه‌های غیر کلامی رفتارم بشود. همین باعث می‌شد مشکلات ما بیشتر شود، دعواهای بیشتری شکل بگیرد، چون احساس می‌کردم یا مرا درک نمی‌کند یا اصلا به من اهمیتی نمی‌دهد. ولی واقعیت این بود که او یک پیشگو نبود و همیشه نمی‌توانست با چند نشانه کوچک پی به احساس من ببرد. آنچه از نظر من کاملا مشهود بود همیشه برای او واضح بود، حتی اگر پوکر بازی میکرد و چهره بی‌حالتی به خودش میگرفت. احتمال اینکه او بفهمد در ذهنم چه میگذرد بیشتر بود. اگر در بزرگسالی تنها یک چیز فهمیده باشم این است که وقتی به خوبی گفتگو نمی‌کنید نمی‌توانید تمام تقصیرها را به گردن یک نفر بیندازید. روابط زیادی به این خاطر به بنبست میرسد که طرفین احساس می‌کنند فرد مقابلشان به اندازه کافی آنها را درک نمی‌کند و نمی‌فهمد آنها در چه شرایط بدی هستند. دور زدن واقعیت هیچ سودی ندارد و بهتر است با هم رو راست باشید و از علل ناراحتیتان حرف بزنید، به جای اینکه پنهانکاری کنید و انتظار داشته باشید که طرف مقابلتان همه چیز را حدس بزند. بزرگ شوید، شما دیگر بچه نیستید. مردها در سنین کودکی چیزی به اسم همدردی را نیاموخته‌اند. آنها یاد گرفتند که قوی باشند و گریه نکنند. اصول درک کردن احساس طرف مقابل را نیاموخته‌اند. به همین خاطر مردها به خوبی نمی‌توانند اوضاع را از چشم نفر مقابل ببینند و در عوض روی مسائل مقابلشان تمرکز می‌کنند. به همین باعث می‌شود مردها نفهمند همسرشان کی ناراحت است، چون گمان می‌کنند او هر وقت از چیزی ناراحت باشد به جای پنهان کردنش از آن حرف میزند. نتیجه اینجاست آقایان، هر وقت همسرتان گفت حالم خوب است بیشتر اوقات به این معناست که حالش خوب نیست. از او سوال بپرسید چه کار از دستتان ساخته است تا اوضاع را بهتر کنید یا چطور میتوانید کمکش کنید. نسبت به مسئله بی اهمیت نباشید و بیخیال نشوید. وظیفه‌تان را انجام دهید و در دامی که مردهای زیادی در آن افتادند گرفتار نشوید. منظورم این نیست که دنبال همسرتان بدوید و التماس کنید که بگوید چه چیزی در ذهنش می‌گذرد، ولی در حد اعتدال سعی کنید بفهمید مشکل از کجاست و بکوشید آن را برطرف کنید. نکته اینجاست آقایان، هر وقت همسرتان گفت حالم خوب است بیشتر اوقات به این معناست که حالش خوب نیست. از او سوال بپرسید چه کاری از دستتان ساخته است تا اوضاع را بهتر کنید یا چطور می توانید کمکش کنید. نسبت به مسائل بی اهمیت نباشید و بیخیال نشوید. وظیفه‌تان را انجام دهید و در دامی که مردهای زیادی در آن افتادند گرفتار نشوید. منظورم این نیست که دنبال همسرتان بدوید و التماسش کنید که بگویید چه چیزی در ذهنش می‌گذرد، ولی در حد اعتدال سعی کنید بفهمید مشکل از کجاست و بکوشید آن را برطرف کنید.
ببینید، خیلی دوست دارم بگویم تا به حال گرفتار این بازی نشدم که به او بگویم حالم خوب است، در حالی که واقعا اینطور نبوده است، ولی باز هم نمیتوانم. من مقصر هستم، چون همیشه از مکالمه های جدی فرار کردم، چون هیچ وقت نمیدانستم عکس العمل طرف مقابلم چه خواهد بود یا اصلا مرا درک میکند یا نه. من کسی را میخواستم که در بحثمان شرکت کند، نه اینکه فقط روی شانه من ضربه ملایمی بزند و فکر کند وظیفه‌اش را انجام داده است. فکر می کنم اینجا همان جایی است که بیشتر مردها کار را خراب می کنند. شما فکر می کنید تنها با گفتن اینکه همه چیز درست می شود مشکل حل می شود، در حالی که واقعا باید نسبت به نیازهای اون توجه نشان دهید و درکش کنید. بی‌توجهی و بی‌تفاوتی را کنار بگذارید. وقت آن رسیده که همدردی را یاد بگیرید و بفهمید که چطور احساسات دیگران را درک کنید. نمی‌توانید انتظار داشته باشید که احساسات مردم همیشه عیان و آشکار باشد. مسائل همیشه سیاه و سفید نیستند و گاهی لازم است تلاش بیشتری به کار ببندید تا آن موقعیت خاص را درک کنید، چون همه چیز به آن سادگی که به نظر می‌رسد نیست. کمی تلاش کار را بسیار ساده تر می کند که به این معناست باید زمان بگذارید تا موقعیت هایی را که مردم شما را در آن قرار می دهند رمزگشایی کنید. کسی از شما انتظار ندارد که مثل پیشگوها شوید، ولی موقعیت هایی در زندگی وجود دارد که نباید دست کم گرفته شوند. بارها دیدم که مردها به اشاره‌های زنها توجهی ندارند، چون به این واقعیت که گاهی زنها برای شروع رابطه پا پیش می‌گذارند اعتقاد ندارند. مردها همیشه متوجه نشانه‌ها نمی‌شوند و حدس و گمان نمی‌زنند، چون فکر می‌کنند این رفتارها به خاطر آنها نیست، در حالی که در واقع هست. ولی زنها متوجه این نشانه‌های نامحسوس می‌شوند و وقتی مشکلی وجود داشته باشد آن را به خوبی حس می‌کنند. اسمش را غریزه زنانه بگذارید. به عنوان یک مرد شما هم باید همانطور تلاش بکنید و وقتی یک نفر نگران یا درمانده است و نیاز به حرف زدن با کسی دارد آن موقعیت را بفهمید. زنان مردی را می‌خواهند که حواسش به مسائل باشد و به احساساتشان اهمیت بدهد. اگر توجه کردن به این مسائل در برنامه‌تان جایی ندارد، شاید این رابطه اصلاً برای شما مناسب نیست. تلفنتان را کنار بگذارید. تماشای مسابقه بسکتبال را متوقف کنید. همسرتان حضور تمام و کمال شما را می‌خواهد که شامل توجه و ایجاد ارتباط از سوی شماست. اگر تنها یک موضوع باشد که بتوانم با اطمینان به شما بگویم این است که در نهایت زن مورد علاقه‌تان خسته می‌شود و شما زنی را که واقعاً دوست دارید از دست خواهید داد. آن هم بر سر چیزی که اگر کمی برایش وقت می‌گذاشتیم به راحتی می‌توانستین درستش کنید. یادتان باشد اگر او را درک نکنید در حالی که همسرتان انتظار دارد از همه نظر به شما تکیه کند، در نهایت او را از خودتان دورتر و دورتر می کنید. شما به عنوان یک شوهر باید بدانید چه چیزهایی او را آزار می دهد، اهدافش چیست و چه آرزوهایی در سر دارد. همانطور که او همیشه علاقه دارد از احساس شما باخبر باشد، شما هم باید سعی کنید بفهمید چه چیزی در ذهن او می گذرد. از او وحشت می کنید. یک زن قوی و مستقل به شما نشان می دهد که احتیاجی ندارد شما به کارهایش رسیدگی کنید، چون خودش آنقدر توانایی و اعتماد به نفس دارد که هر کار را به تنهایی انجام دهد. مرد بودن به معنای مسئولیت مطلق نیست. شاید عده‌ای از شما بگویید این حرف اشتباه است و یک زن هیچ وقت باعث وحشت شما نشده است. با این حال مردای زیادی که با آنها مصاحبه کردم بعد از چندین بار بحث و سوال و جواب به این موضوع اقرار کردند: یک زن قوی و مستقل در جوامع امروز شناخته شده است. در شبکه‌های اجتماعی، خبرها، در تلویزیون و فیلم‌ها و آهنگ‌ها درباره او صحبت می‌شود. پس هیچ راهی برای در نظر نگرفتن او وجود ندارد. یک زن قوی و بسیار با اعتماد به نفس از نظر بعضی از افراد شاید کمی ترسناک باشد، در حالی که از نظر بقیه مردان بسیار جذاب است. بعضی از مردها نمی‌توانند زنی را که چنین استانداردهای بالایی دارند تحمل کنند و هر کاری از دستشان بر بیاید انجام می‌دهند که آن زن را آنقدر خوار و خفیف کنند تا به خیال خودشان او در نهایت در برابرشان سر تعظیم فرود بیاورد. این بدترین اشتباهی است که در برابر یک زن قوی می‌توانید انجام بدهید، چون به محض اینکه شروع به این بازی کنید به شما می‌خندد و برای همیشه از در بیرون می‌رود.
مردی که در برابر یک زن قوی احساس ضعف می کند چون تا به حال عادت به رتبه بندی دوم نداشته است. نمیداند باید چه کار کند. چیزی که اکثر مردها نمیفهمند این است که زن هیچ وقت نمیخواهد مسئولیت‌ها را بر عهده بگیرد و اصلا نمیخواهد خودش را در مرتبه‌ای بالاتر از شما قرار بدهد. فقط میخواهد به شما نشان بدهد از اینکه شما از احساساتش خبردار شوید نمیترسد و به راحتی حاضر است شما را با بایدها و نبایدهای مورد نظرش آشنا کند. او نیازی ندارد که شما به مسائل زندگیش رسیدگی کنید چون خودش مدام در حال کار کردن روی وجهه مختلف زندگیش است. و من فکر می کنم همین موضوع باعث ایجاد بزرگترین سردرگمی ها می شود. مردها نمی دانند وقتی با زنی طرف هستند که واقعا نیازی به آنها ندارد باید چه کار کنند. ببینید، نقش یک مرد به طور کلی این است که از خانواده خود مراقبت کند و برایشان غذا و وسایل رفاهی فراهم کند. وقتی یکی از این موارد را از معادله خارج می کنید، بعضی از مردها گیج می شوند و دیگر نمی دانند با شما چطور برخورد کنند. همین موضوع چندین بار برای من اتفاق افتاده است چون مردهایی که با آنها آشنا می شدم نمی توانستند بفهمند چرا آنطور که عادت داشتند به بقیه زنها کمک کنند و برایشان وسایل مختلف زندگی را فراهم کنند. حالا نمی توانند برای من هم همان کار را انجام بدن که من با آنها نیاز ندارم. همیشه فکر می کردم ایراد از من است تا اینکه یک روز فهمیدم ایراد از من نیست بلکه مردهایی که با آنها آشنا شده بودم نمی توانستند یک زن مستقل مثل من و نحوه ابراز احساسات مرا تحمل کنند. فکر می کردم من از همه نظر عالی هستم و با این حال هیچ علاقه خاصی به من نشان نمیدادند. آنها فکر می‌کردند من از آن زنهایی هستم که هر کاری آنها بخواهند انجام می‌دهم بدون اینکه حق هیچ اظهار نظری نداشته باشم. ایرادشان هم دقیقاً همین بود چون من از کودکی یاد گرفته بودم که نظرم را بگویم و پای عقایدم بایستم. در این مردهایی که با آنها آشنا می شدم به این روش بزرگ نشده بودم و نمی‌فهمیدند که ایراد از من نیست و در واقع ایراد از خودشان است. ببینید، مشکل همینجاست. چرا شما باید از زنی بترسید که می‌داند چه چیزی می‌خواهد در حالی که شما از خواسته خودتان مطمئن نیستید؟ شما باید از این که با زنی طرف هستید که هدف و خواسته مشخصی دارد به خودتان افتخار کنید. باید افتخار کنید که او قوی است و ترسی از نشان دادن آن ندارد. همینطور باید خوشحال باشید که او اهل بازی دادن شما نیست، ولی فکر می کنم بیشتر از هر چیزی باید خوشحال باشی که او خودش است و سعی ندارد نقش کسی دیگری را بازی کند. حس می کنم یکی از دلایلی که مردهای قبلی زندگیم از من می ترسیدن این بود که نیازی به وجود آنها نداشتم تا خودم باشم. احساس غرور، افتخار و قدرت می کردم چون می دانستم در زندگیم بدون کمک هیچ کسی با آنچه خواستم رسیدم و اگر آنها می خواستند نقش قهرمان را در زندگی من بازی کنند موفق نمی شدن چون من خودم قهرمان زندگی خودم بودم و مشکل از همینجا بود. ببینید، با وجود اینکه خیلی دوست داشتم تا زندگیم را با آنها شریک شوم ولی این به آن معنا نبود که دیگر نمیخواهم برای زندگیم انگیزه و بلند پروازی داشته باشم. فکر می کنم آنها تحمل همین موضوع را نداشتند. حتما این ضرب المثل را شنیده اید که میگویند دوست دارن شما کارتان را خوب انجام بدهید ولی نه بهتر از آنها. خوب این ضرب المثل در مورد شرایط من هم صدق می کند. بعضی از مردها نمیتوانند زنی را که اعتماد به نفس بالایی دارند یا رسیدن به رویاها و خواسته هاشان در درجه اول اهمیت قرار میدهند تحمل کنند. شاید بپرسید چرا؟ ساده است، چون گاهی در سطح همسرشان نیستید و همین باعث احساس ضعف و ناراحتیشان می شود. ولی اشتباها در همین است، چون زنی که واقعا شما را دوست داشته باشد معمولا میخواهد شما بخشی از زندگیش باشید. البته تا زمانی که به او احترام بگذارید و حمایتش کنید. شاید کمک شما را نخواهد ولی به این معنا نیست که نمیخواهد شما بخشی از کارهایش باشید. معیارها و استانداردهای او بالاست. صرف نظر رفتارها و کارهایتان او استانداردهایش را به این زودیها پایین نمیآورد. پس اگر میخواهید او در زندگیتان حضور داشته باشد یا او را همانطور که هست بپذیرید یا ترکش کنید و اجازه دهید او شایسته و عالی باقی بماند. شما نمیتوانید جلوی زنی را بگیرید که میداند از زندگی چه میخواهد ولی میتوانید سعی کنید حامیش باشید و هدف و مسیرش را درک کنید. زندگی مشترک مسابقه نیست. شما قرار است از یکدیگر حمایت کنید نه اینکه با هم رقابت کنید.
احساس مالکیت داشتن را کنار بگذارید. درست نیست. اینکه در کنار هم رشد کنید به این معنا نیست که نسبت به شریکتان احساس مالکیت داشته باشید. آنچه مال من است متعلق به توست و آنچه متعلق به توست مال من است، ولی من به کمی فاصله نیاز دارم تا بتوانم در آن نفس بکشم. سعی نکن من را کنترل کنی. اگرچه خطاب من در این کتاب به مرد هاست، ولی امیدوارم هر کسی که این کتاب را می‌خواند درک کند خصوصیاتی که اینجا ذکر شده‌اند در مورد هر دو جنسیت صادقند. درست است که مطابق اعداد و ارقام مردها بیشتر چنین خصوصیاتی از خود نشان می‌دهند، ولی اگر حین مطالعه کتاب متوجه شدید شما هم رفتاری مشابه دارید، شاید زمان آن رسیده است که از کسی کمک بخواهید. اگر می‌خواهید همسرتان دیگر احترامی برایتان قائل نشود، با او مثل یک اسباب بازی رفتار کنید، مثل شیئی که تحت مالکیت شماست. هیچ چیز بدتر از این نیست که سعی کنید آزادی یک نفر را سلب کنید یا هر حرکت او را زیر نظر بگیرید و کنترلش کنید. شاید فکر کنید با این کار از او مراقبت می کنید، ولی در واقع همه چیز را برای خودتان بدتر می کنید. در این باره در کتاب‌های قبلی هم صحبت کردم، ولی بسیار مهم است که وقتی در رابطه هستید گهگاه از هم دور باشید. نمی توانید اصرار کنید یک انتظار داشته باشید که تمام اوقات فراغتتان را با طرف مقابل بگذرانید. این رفتار درستی نیست که هر دوی شما با یک زندگی اجتماعی داشته باشید، وگرنه همیشه به طرف مقابلتان وابسته اید. منظورم این نیست که نباید با هم وقت بگذرانید و فعالیت‌های دو نفره داشته باشید. فقط میگویم خوب است که زمان مشخصی را با دوستان و خانواده خودتان بدون حضور شریک زندگیتان بگذرانید. عیبی ندارد اگر زندگی خوب مخصوص به خود را داشته باشید. مهم است که هر روز قادر باشید بدون گذراندن وقت با همسرتان یا توجه دائمی او به هر قیمتی شده به کارهای خودتان با روحیه خوب رسیدگی کنید. یکی از مردهایی که قبلا در زندگی من بود یک آشغال مالکیت طلب بود. دوست نداشت یک سری لباسهای مورد علاقه‌ام را بپوشم. اجازه نمیداد لاک سیاه بزنم چون او دوست نداشت. ولی من دوست داشتم. اگر ظاهرم آنطور که او دوست داشت نبود اعتراض میکرد و چندین بار موفق شد اعتماد به نفس من را پایین بیاورد. افراد زیادی در روابطی بودند که طرف مقابل احساس مالکیت رویشان داشته است و تا زمانی که کتاب‌های مخصوص روابط را نخواندند یا علامت‌ها و نشانه‌ها را در اینترنت جستجو نکردند متوجه روابط نامناسب خود نشدند. لطفاً توجه کنید که داشتن کمی احساس تملک عیبی ندارد، مخصوصاً وقتی طرف مقابل عاشق شماست و در عمل به شما نشان می‌دهد که مرکز زندگی و دنیای او هستید. ولی حواستان باشد که همین عشق و علاقه ممکن است خطرناک شود، مخصوصاً اگر شریکتان مدام از شما بپرسد که کجا هستید، با چه کسی هستید، یا اگر ببیند با شخص دیگری، حالا یک دوست یا همکار یا جنس مخالف حرف میزنید حسادت کند و عصبانی شود. چند بار شنیده اید که یکی از دوستانتان در چنین شرایطی گیر کند؟ یا خودتان چندین بار چنین چیزی را تجربه کرده اید؟ اینکه بترسید و گیج شوید و ندانید چه کار کنید. بهترین راه برای درک این فصل فهرست کردن نشانه‌ها و علامت‌های یک رابطه تحت مالکیت است تا رابطه خودتان را با آن مقایسه کنید. شماره 1. شما را کنترل می کند یا زیر نظر می گیرد. یکی از مشخص‌ترین علامت‌های فرد مالکیت طلب این است که تمام کارهایتان را زیر نظر می گیرد و هر کاری بکنید باید اطلاع داشته باشد. اینکه کجا می روید، با چه کسی می روید و چند ساعت اجازه دارید بیرون باشید. میخواهند از هر جایی که میروید اطلاع داشته باشند و گاهی اصرار میکنند همراهتان بیاید چون میترسد گولشان بزنید. همین باعث میشود اصرار کنند دنبالتان بیایند یا به شما بپیوندند. آن هم وقتی مشخصا همراهی آنها را نمیخواهید. حتی گاهی مدام با شما تماس میگیرند تا مطمئن شوند با همان کسی هستید که گفته اید همراهشان بیرون میروید. چه وقتی با دوستتان
بیرون رفته اید، چه وقتی که با یک آشنای نزدیک. بیشتر اوقات هم به بهانه اینکه از ظاهرتان یا جایی که رفته اید راضی نیستند عصبانی میشوند. گاهی اوقات بیش از حد معقول از شما محافظت میکنند و نمیخواهند بدون حضور آنها از چیزی لذت ببرید. در ادامه شاید حتی با شما دعوا بکنند تا باعث شوند از اینکه خلاف خواسته آنها رفتار کرده اید احساس عذاب وجدان و ناراحتی کنید. اجازه ندهید این شخص همراه شما باشد. شماره 2. اهل بازی دادن هستند و در این کار مهارت دارند. یک شخصیت مالکیت طلب هر کاری می کند تا شما بفهمید به اندازه کافی خوب نیستید. اعتماد به نفستان را پایین می آورند و حتی گاهی باعث می شوند از خودتان متنفر شوید. جملاتشان را چند پهلو می گویند تا شما را احمق جلوه دهند و کاری می کنند که احساس بی‌لیاقتی کنید. اعتماد به نفستان را نابود می کنند و باعث می شوند باور داشته باشید که فقط آنها شما را درک می کنند و تنها کسانی هستند که شما را دوست خواهند داشت. اطرافیانتان را بازی می دهند تا فکر کنند با شما رفتار خوبی دارند و وقتی تنها هستید با شما مثل یک شی بی‌ارزش رفتار می کنند. بیشتر افراد حقه‌باز می گویند دوستتان دارند ولی رفتارشان برخلاف این است. شماره 3. آنها رابطه شما را با دوستان و خانواده‌تان خراب می کند. این مورد واقعا مرا ناراحت می کند چون دوستان زیادی داشتم که مورد چنین رفتار قرار گرفتند و هیچ وقت آسان نیست که شاهد زجر کشیدن افرادی باشی که دوستشان دارید. از لحظه‌ای که فرد مالکیت طلب متوجه شود شما در غیاب او از حضور دوستان یا اعضای خانواده‌تان لذت می‌برید، نقشه‌ای می‌ریزد تا رابطه دوستی شما را خراب کند. برنامه ریزی می کند و کاری می کند که دیگر از حضور دوستانتان مثل قبل لذت نبرید و در موردشان آنقدر دروغ می گوید تا شما قانع شوید با آنها قطع ارتباط کنید. باید بسیار مراقب افرادی باشید که به خاطر عقده‌ها و ترس‌های خودشان می‌خواهند رابطه شما را با خانواده‌تان خراب کنند. چون هر کاری لازم باشد انجام می‌دهند و هر حرفی لازم باشد می‌زنند تا میان شما اختلاف ایجاد کنند. پس مراقب باشید. تمام تصمیم‌ها را خودشان می‌گیرند. در حالی که تصمیم‌گیری به خودی خود برای بعضی از افراد کار عادی تلقی می شود، اینکه تمام تصمیم‌ها را خودشان بگیرند چیز عادی نیست، مگر اینکه خودتان چنین چیزی را بخواهید. اگر تمام تصمیم‌ها را خودشان بگیرند و به شما اجازه شراکت در این امر را ندهند، یعنی در حال سوء استفاده از قدرت و جایگاهتان هستند. اگر مخالفت بکنید، بحث و دعوا شروع می شود و در نهایت حرف خودشان را به کرسی می نشانند. و حتی با وجودی که آن تصمیم خواسته شما نیست و آن عمل ادامه می دهند. یک نوع از افراد مالکیت طلب از بقیه بدتر هستند، چون از لباس پوشیدنتان تا جایی که می روید و اینکه کی خانه باشید و غیره، همه باید دقیقاً مطابق با تصمیم و خواسته آنها باشد. اگر شروع به تصمیم گیری در مورد لباسهای کمد شما کردن، حواستان را بیشتر جمع کنید، چون احتمالاً بعداً شما را متهم به این می‌کنند که می‌خواهید با نحوه لباس پوشیدن و جذاب بودنتان بقیه را تحت تأثیر قرار دهید. همه کار می‌کنند تا شما لباس زیبا و تحریک کننده یا هر چیزی که توجه ها را به سوی شما جلب کند نپوشید، چون هرچه شما لباسهای معمولی تر داشته باشید بیشتر به نفع آنهاست. شماره 5. عصبانیت و خشم خود را کنترل نمی کنند. یکی از بدترین نشانه‌های این افراد عصبانیت و خشمشان به خاطر هر موضوعی است. اگر هر کاری خلاف خواسته آنها انجام بدهید عصبانی می‌شوند و احتمالاً برخورد فیزیکی و آزاردهنده انجام می‌دهند. اگرچه بیشتر آزار و اذیت‌های فیزیکی پشت درهای بسته انجام می‌شود، ولی این موضوع مانع از این نمی‌شود که حتی این برخوردهای فیزیکی را در جمع انجام ندهند. هر شخصی که چه به صورت کلامی، چه به صورت روحی و چه به صورت فیزیکی شما را آزار می‌دهد، به شدت نیاز به متخصص‌ها و مشاوره‌ها دارد. تقصیر شما نیست که مورد خشم و غضب آنها قرار گرفته‌اید، ولی برای ترک کردنشان نیاز به کمک دارید.
کسی که دچار مشکل پرخاشگری است مدام شما را سرزنش می کند. حتی با وجود این که می دانید هیچ کار اشتباهی انجام نداده اید، این شخص همیشه کاری می کند تا به نظر برسد که خودش درست می گوید و اشتباه از شماست. همیشه دلیلی برای بحث و دعوا پیدا می کند. چه دلیلش این باشد که بیش از حد بیرون بوده اید یا با دوستانتان بیش از حد تلفنی حرف زده اید. بهترین راه برای توصیف چنین شخصیتی یک کلمه است: قلدر. اخلاق و رفتارشان را تقصیر شما میاندازند و عصبانیتشان را سر شما خالی میکنند، چون این کار به آنها حس قدرت میدهد. واقعیت تلخ و غمگین این است که این افراد اغلب احساس ناامنی میکنند و هر کاری لازم باشد انجام میدهند تا این واقعیت را پنهان کنند. اگر در چنین موقعیتی قرار دارید، به شدت توصیه می‌کنم از یک متخصص کمک بگیرید. شاید خودتان فکر کنید حالتان خوب است، ولی اگر چه با حرف‌هایتان و چه با رفتارهایتان مدام در حال آسیب زدن به دیگران هستید، واضح است که در شرایط روحی خوبی قرار ندارید. نکته مثبت این اتفاق این است که افراد متخصصی وجود دارند که می توانند شما را راهنمایی کرده و کمک کنند که از این وضعیت بیرون بیایید. متخصصهای زیادی هستند که حاضرند به شما در بهبود یافتن کمک کنند، ولی مهم این است که خودتان بخواهید درمان شوید، وگرنه هیچ روشی فایده ندارد. بهتر است قبل از اینکه دیر شود و به خاطر مسئله‌ای که میشد از آن جلوگیری کرد به زندان بیفتید. شماره 6. به شما اجازه نمی‌دهد دوستانی از جنس مخالف داشته باشید. افراد مالکیت طلب به شما اجازه نمی‌دهند دوستانی از جنس مخالف داشته باشید، چون مدام می‌ترسند به آنها خیانت کنید و یا اینکه جایگزینی برای آنها باشد. این موضوع شدیداً باعث ناامنیشان می‌شود و به شما اجازه ندهند آنها را ببینید. بعضی از آنها شاید به دوستانتان زنگ بزنند و از آنها بخواهند ارتباطشان را با شما قطع کنند و به شما زنگ نزنند. حتی شاید داستان‌های تخیلی درست کنند و به آنها بگویند شما از دستشان عصبانی هستید و دیگر نمی‌خواهید آنها را ببینید. این مورد هم یکی از دیگر مواردی است که سر چیزی که در کنترل شما نیست از دستتان عصبانی می‌شوند. شماره 7. آنها مالکیت طلبی را با عشق اشتباه می‌گیرند. صرف نظر از اینکه چه کاری می‌کنند تا دعوا را آغاز کنند یا حتی به طور فیزیکی به شما آسیب بزنند، همیشه کاری می‌کنند تا مسائل جور دیگر به نظر برسد و بعد شما را سرزنش کنند. آنها مدام میگویند عاشق شما هستند و هر کاری کرده‌اند از روی عشقشان نسبت به شما بوده است. به هیچ وجه این دروغ‌ها را باور نکنید. یک شخصیت مالکیت طلب همیشه دلیلی برای دفاع از خودش پیدا می‌کند. به هر قیمتی که شده نقشه می‌کشند و دروغ می‌گویند. حتی بعضی از آنها میگویند هر کاری کردند به نفع خودتان بوده. حتی اگر شما ایرادهایشان را بگویید، همیشه جوری شما را بازی میدهند که باور کنید کارشان را از روی عشق انجام دادند. شما هیچ وقت قادر نخواهید بود ذهنیت چنین افرادی را عوض کنید، چون آنها باور دارند هر کاری انجام میدهند درست است، حتی اگر در این میان به شما آسیب برسند، ولی این واقعیتش عشق نیست. شماره 8. زندگی اجتماعی مجازی شما را زیر نظر میگیرند. امروزه چیزی بیشتر از 2.5 میلیارد از مردم دنیا از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. از اینستاگرام و فیسبوک گرفته تا توییتر، صدها هزار اپلیکیشن شبکه مجازی وجود دارند که می‌توانند باعث شوند یک فرد مالکیت طلب فعالیت‌های اجتماعی مجازی شما را زیر نظر بگیرد. یک شخص مالکیت طلب شبانه روز فعالیت‌های شما را در شبکه‌های مجازی بررسی می‌کند. از شما می‌پرسد چرا با شخص خاصی دوست هستید. از شما می‌پرسد چرا پست شخص خاصی را لایک کردید. یا از شما می‌پرسد چرا این عکس یا آن عکس را پست کردید. بدترین اتفاق ممکن این است که رمز عبورتان را به دست بیاورند. افرادی که دوست ندارند با آنها در ارتباط باشید از شبکه‌های شما حذف می‌کنند. حتی شاید از طرف شما پیغام‌های دروغین برای دوستانتان بفرستند تا آنها از دست شما عصبانی شوند.
گاهی حتی ممکن است شما را به خاطر دنبال کردن یک شخصیت مشهور به خیانت متهم کنند، چون تا این حد نسبت به خودشان احساس بیکفایتی و ناامنی دارند. همینطور ممکن است شما را متهم کنند که دوست دارید با غریبه‌هایی که حتی در لیست دوستانتان نیستند ارتباط برقرار کنید، فقط به این دلیل که به دنبال بهانه‌ای برای شروع دعوا هستند. صرف نظر از اینکه چقدر تلاش می‌کنید از خودتان دفاع کنید، همیشه تقصیرها را گردن شما می‌اندازند و شاید شما را مجبور کنند تا صفحات مجازیتان را ببندید. شاید این موضوع برای بعضی از شما دور از انتظار و غیر واقعی به نظر برسد، ولی این اتفاق هر روزه برای افراد زیادی رخ می‌دهد. از بین بردن اعتماد او. هیچ وقت سعی نکن مرا احمق فرض کنی، آن هم وقتی که من به تو وفا دارم. مردها و زنها به دلایل زیادی با هم متفاوتند، ولی یکی از چیزهایی که رابطه‌های زیادی را خراب کرده دروغ گفتن است. وقتی رابطه‌ای به خطر افتاد، دیگر برگشتنش به شرایط قبل سخت و غیر محتمل است. صرف نظر از اینکه چقدر تلاش می‌کنید، قسمتی از آن رابطه چنان خراب شده است که بازسازی آن مدت‌های زمان می‌برد. شاید تلاش کنید این واقعیت را که خیانت کرده اید پنهان کنید یا در مورد چیزی دروغ بگویید، ولی این را بدانید که زنان غریزه قوی و خطرناک دارند. همان لحظه که فکر می‌کنی او از چیزی خبر ندارد، دقیقاً همان لحظه او از همه چیز خبر دارد. مردها از ترس حرفها و واکنش زنها سعی می‌کنند کارهایی را انجام دهند و آن را پنهان کنند، ولی آنچه مردها نمی‌دانند این است که زنها نقش یک احمق را بازی می‌کنند تا ببینند شما تا کجا به دروغ گفتن ادامه می‌دهید. اگر روزی دستتان رو شد، خودتان را آماده کنید، چون زنها به این زودی عقب نمی‌نشینند و هر اطلاعاتی علیه شما دارند را رو خواهند کرد. تمام دروغ‌هایی را که گفته‌اید به رویتان می‌آورند، چون می‌دانند مچتان را گرفته‌اند، ولی شما برای مدت طولانی کتمان کرده و سعی می‌کردید متقاعدشان کنید که آنها در اشتباه هستند، نه شما. در چنین موقعیتی بهترین کار این است که به دروغتان اعتراف کنید، هرچقدر هم که بیان واقعیت برایتان سخت باشد. شما برنده این بحث نخواهید بود، ولی اعتراف به اشتباهات ممکن است این فرصت را به شما بدهد تا رابطه تان را بازسازی کنید. باید این را هم بدانید که یک دروغ مصلحتی هم از این قاعده مستثنا نیست و به همان بدی است که یک دروغ واقعی است. شاید شما فکر کنید با گفتن این دروغ هیچ اتفاق بدی نمی‌افتد و تا زمانی که کسی چیزی نمی‌فهمد آسیبی به کسی نمی‌رسد، ولی دروغ است، صرف نظر از اینکه کوچک یا بزرگ باشد. من درکتان می‌کنم. آدرنالین ترشح می‌کنید و هیجان زده می‌شوید و به سرعت فکر می‌کنید با یک دروغ کوچک اتفاق بدی نمی‌افتد، چون او چیزی نمی‌فهمد. حتی اگر هم بفهمد راهی برای فرار پیدا می‌کنید. اشتباه می‌کنید. چرا زندگیتان را سر موضوعی که به این راحتی می‌توانید از آن دوری کنید به خطر می‌اندازید؟ این تفاوت زن و مرد است، چون زنها به طور کلی قبل از انجام هر کاری که باعث پشیمانیشان بشود چندین بار فکر می‌کنند، در حالی که آمار نشان می‌دهد چنانچه چیزی هیجان انگیز به مردها پیشنهاد شود، تعداد زیادی از آنها بدون لحظه‌ای فکر آن را قبول می‌کنند. به بیان ساده‌تر، قبل از انجام هر کاری که ممکن است آینده شما را خدشه‌دار کند یا آینده رابطه‌تان را خراب کند، کمی فکر کنید. بدترین کاری که می توانید انجام بدهید این است که جوری رفتار کنید که انگار همسرتان دیوانه است تا دروغتان فاش نشود. من چند باری در رابطه بودم که در آن شریک زندگیم به من دروغ میگفت و باعث میشد حرفهای من غیر منطقی و دیوانه‌وار به نظر برسد. طوری رفتار میکرد که انگار من وجود یک زن دیگر را فقط تصور میکنم یا دچار توهم شده‌ام، در حالی که میدانستم حق با من است. اشتباه من باور کردن این دروغ‌ها و اعتماد نکردن به حسم بود. اشتباه آنها هم دروغ‌های بیشتر و هیزم انداختن در آتش دروغ‌هایشان بود تا خودشان را نجات بدهند. مردی را به یاد دارم که چند سال پیش با او رابطه داشتم. بسیار خوش قیافه بود و به نظر می رسید دقیقاً می داند از زندگی چه می خواهد. تفاهم زیادی با من داشت، ولی زنهای زیادی در اطرافش حضور داشتند. با وجود اینکه من هیچ وقت از زنها
از زنهای حسود نبودم، ولی انگار مشکلی وجود داشت. او مربی ورزش بود و مجبور بود روزانه با شاگردهایش در ارتباط باشد، ولی باز هم نکته مشکوک در مورد او وجود داشت. یک بار تلفنش را به لپتاپ من وصل کرد و حساب دراپ باکسش را روی لپتاپ من همگانسازی کرد. اگر نمی‌دانید دراپ باکس چیست، باید بگویم یک سیستم خدماتی است که به شما این امکان را می‌دهد تا اطلاعات تلفن همراهتان را روی این اپلیکیشن انتقال بدهید و به شما اجازه می‌دهد تعداد خاصی از فایل‌هایتان را در آن ذخیره کنید. ولی او نمی‌دانست که با این کار هر عکسی که گرفته وارد کامپیوتر من شده است. هر عکسی هم که تا به حال روی تلفنش دانلود شده باز هم اتوماتیک وارد کامپیوتر من شده است. در کمال تعجب چندین عکس از یک دختر میان عکس‌های او دیدم. نکته جالب این بود که چند هفته قبل از او در مورد همان دختر پرسیده بودم، چون چند بار دیده بودم که زیر عکس‌هایش در شبکه‌های اجتماعی با انواع استیکرهای قلب جلب توجه می‌کند. او دروغ گفت و گفته بود که فقط یکی از شاگردهایش است و دیگر اینکه همیشه زیر پست‌های او جملات عاشقانه می‌نویسد. این است که او شاگرد قدیمیش است. بله، بعد از دیدن آن عکس‌ها دوباره از او سوال کردم و او هم دوباره دروغ گفت و گفت که من دیوانه شدم و خیال پردازی می‌کنم که بین آنها رابطه‌ای وجود دارد. چند روز بعد تصمیم گرفتم به آن دختر پیام بدهم و از او بپرسم چه رابطه‌ای با نامزد من دارد. مشخص شد آن دختر هم دوست دختر اوست و هر دوی ما طعمه دروغ‌های او شده ایم و چندین ماه است که به هر دوی ما دروغ می‌گوید. خلاصه بگویم که این مرد آشغال سعی کرد باز به هر دوی ما دروغ بگوید، ولی دیگر فایده‌ای نداشت و چون می‌دانست دستش برای ما رو شده است، بارها از من معذرت خواهی کرد و حتی یک بار سعی کرد همه چیز را گردن من بیندازد به جای اینکه مسئولیت کارها و دروغ‌هایش را بپذیرد. می‌خواست هر دوی ما را گناهکار جلوه دهد و داشت نقش قربانی را بازی می‌کرد. احمق! وقتی اعتماد زنی را از بین می‌برید، دنیایش را نابود می‌کنید. باعث می‌شوید دچار بدگمانی شود و به حرکاتتان شک کند، چون او دقیقاً نمی‌داند باید منتظر چه چیزی از جانب شما باشد. همین موضوع باعث می‌شود رابطه‌های زیادی از بین برود، چون به جای صداقت پر می‌شود از دروغ کوچک و بزرگ. اعتماد مهمترین بخش رابطه است. وقتی از بین برود، بازسازی رابطه بسیار سخت می‌شود. نمی‌توانید انتظار داشته باشید که لبخند بزند و وانمود کند که هیچ اتفاقی نیفتاده است. قانون زندگی این نیست. اگر خطایی کردید، شجاعت داشته باشید و اعتراف کنید. هیچ چیز آزاردهنده تر از همصحبتی با دروغگو نیست که افراد را احمق فرض می‌کند و به خطایش اقرار نمی‌کند. شاید برایتان سوال باشد که چطور دوباره اعتماد سازی بکنید. ساده نیست. وقتی اعتماد یک زن از بین برود، او سعی می‌کند بفهمد چرا چنین کاری کرده اید و مدام با خودش فکر می‌کند باید چه کار متفاوتی می‌کرد تا از دروغ گفتن شما جلوگیری می‌کرد. شما باعث می‌شوید او بارها و بارها فکر کند و چرا و از کی همه چیز خراب شد. شما باعث می‌شوید او همیشه نگران باشد که الان کجا هستید، با چه کسی هستید. آیا دوباره در حال دروغ گفتن هستید؟ اصلا واقعا سر کارید و هزاران سوال دیگر که ذهن او را پر می‌کند، چون فقط دروغ‌های شما را می‌بیند. او دیگر نمی‌خواهد یک شکست و ناامیدی دیگر را تجربه کند. پس خودش را پشت دیوارهای بلندی که زمانی با اعتماد کردن به شما خرابشان کرده بود دوباره پنهان می‌کند. باید بدانید که این دیوارها به زودی دوباره فرو نمی‌ریزند. باید تلاش زیادی کنید تا به او نشان بدهید که پشیمانید و می‌خواهید همه چیز را از اول درست کنید. اولین قدم این است که خطایتان را بپذیرید. صادق باشید. مسئولیت رفتارتان را بر عهده بگیرید. همه چیز را خراب کرده اید. بله، انسان هستید. هیچ کس کامل و بی‌نقص نیست، ولی باید تاوان بی‌خردی و کارهای اشتباهتان را بدهید. به خوبی به کاری که کرده اید و تأثیری که روی همسرتان گذاشته اید فکر کنید. به یاد داشته باشید که او یک عروسک خیمه شب بازی نیست که هر کاری بخواهید با او بکنید. او هم احساس دارد و از شما انتظار دارد با قلبش به درستی رفتار کنید. در مرحله بعدی رفتارتان را تغییر بدهید. با اعمالتان نشان بدهید که حرفهایتان را از صمیم قلب زده اید.
و همیشه رفتار قابل اعتماد داشته باشید، نه اینکه امروز یک جور رفتار کنید و فردا رفتاری که کاملا متفاوت باشد انجام دهید. این برخورد به او نشان نمی‌دهد که از کارتان پشیمانید و می‌خواهید همه چیز را درست کنید. این برخورد تنها به او نشان می‌دهد که حرف و عمل شما یکی نیست. این چیزی نیست که او بخواهد در این مرحله از شما ببیند. اگر واقعا می‌خواهید خودتان را تغییر بدهید، به صورت اساسی تغییرات را آغاز کنید و هر کار لازم است انجام بدهید تا رفتارتان را بهبود بخشید. گل، شکلات، هدایای گران قیمت شاید روی عده‌ای از زنان تأثیر بگذارد، ولی به طور کلی این واقعیت را که او می‌داند شما دروغ گفته‌اید عوض نمی‌کند. این واقعیت همیشه در ذهن او باقی خواهد ماند تا روزی که به او نشان بدهید واقعا دارید تلاش می‌کنید که تغییر کنید. یک مرحله دیگر این است که خودتان را جای او بگذارید و به او نشان بدهید اهمیت می‌دهید و می‌دانید که الان در چه وضعیت بدی است. درک کنید چه کار کرده اید و این کارتان چقدر روی او تأثیر گذاشته است. فرو رفتن در لاک دفاعی هیچ کمکی به وضعیت شما نمی کند. واقعیت آشکار و عیان است و سرزنش کردن دیگران هیچ سودی به حال شما ندارد. مهم است که به خاطر داشته باشید او در حال زجر کشیدن است و شما چه بخواهید و چه نخواهید او در مورد حال بدش صحبت خواهد کرد. این که جوری رفتار کنید انگار که او نباید از اتفاقات رخ داده عصبانی باشد هیچ کمکی به شما نخواهد کرد. اگر خودتان را جای او بگذارید می‌بینید که اگر او اعتمادتان را از بین برده و به شما خیانت کرده بود چه حس بدی و در وجودتان را در بر می‌گرفت. اگر عصبانی است اجازه بدهید داد بزند، بگذارید نفرین کند، اجازه بدهید از دردش حرف بزند. تمام اینها به این معنا نیست که همسرتان اجازه دارد به شما حمله کند. حق هیچ کس نیست که به صورت فیزیکی مورد حمله و آسیب قرار بگیرد. حمله کردن همسرتان هیچ توجیهی ندارد. پس اگر چنین اتفاقی رخ داد سریعاً محل را ترک کنید. مهم است که همسرتان بداند شما او را درک می کنید. مخصوصاً حرفهایش را می شنوید. وقتی صحبت می کند احساسات و حرفهایش را تایید کنید و وسط حرفهایش نپرید. به اجازه دهید صحبت کند. یادتان باشد که شما به او آسیب زده اید. شما اعتمادش را از بین برده اید. پس مهم است که مطمئن شوید الان فضای لازم برای بهبود در اختیار دارد. از خودتان همدردی و توجه نشان بدهید. این مسئله در چنین موقعیت‌هایی بسیار مهم است. همینطور بسیار مهم است که خودتان هم بگویید رفتار بدتان چطور روی او تأثیر منفی گذاشته است. او باید بداند که شما می‌دانید اشتباه کرده اید و می‌خواهید اشتباهتان را جبران کنید. هر کاری می‌کنید رئیس‌وار رفتار نکنید. دستور ندهید. این رفتار برای کسی که چنین آسیبی دیده است غافلگیر کننده است و حتی ترسناک. شاید خودتان فکر کنید با چنین رفتاری به او توهین نمی کنید، ولی عبارتی مثل بله میدونم باشه بسته دیگه نشان دهنده این امر است که خسته شده اید و دیگر نمیخواهید به حرفایش گوش دهید. حواستان به حرفایی که میزنید باشد، چون بعضی چیزها را هیچ وقت نمیتوانید پس بگیرید. اعتراف کردن به اشتباهتان و توجه نشان دادن به او به این معناست که میخواهید به او بگویید میدانید اشتباه کرده اید، بدون اینکه به نظر برسد حرفایتان از ته دل نیست. بخشش بعد از یک رابطه و وقتی پای شخص دیگری در میان است بسیار سخت است. جلب کردن دوباره اعتماد کاری طاقت فرساست، ولی اگر بخواهید و تلاش کنید شدنی است. اینکه طی رابطه‌تان تفاهم نداشته باشید امری عادی است، ولی اینکه اعتماد همسرتان را از دست بدهید میتواند به معنای پایان رابطه شما باشد، مخصوصا اگر راهی برای اصلاحش بلد نباشید. همین الان انجامش بده، به تعویقش نینداز. بارها به تو از احساسم گفته بودم ولی تو نمیشنیدی.
اگر تنها یک چیز در دنیا باشد که بتواند زنی را دیوانه کند، این است که یک مرد هیچ تلاشی برای انجام دادن کاری که بر عهده‌اش است از خود نشان ندهد. شاید فکر کنید این موضوع پیش پا افتاده است و چندان مهم نیست، ولی آنچه نمی‌بینید این است که این موضوع در دراز مدت همسرتان را به شدت آزار خواهد داد. من بارها در این موقعیت بودم. یک مثال عالی و بی‌نقص. از نامزدم خواستم آشغال‌ها را بیرون بیندازد چون وقتش رسیده بود. خودم هم می توانستم این کار را انجام بدهم، ولی دیرم شده بود و او آن روز سر کار نمی رفت. وقتی شب از سر کار برگشتم دیدم آشغال‌ها همان جایی است که صبح بودند. او فراموش کرده بود آشغال‌ها را بیرون بیندازد چون حسابی سرگرم بازی‌های کامپیوتری‌اش بود. دفعه بعدش چطور که از او خواستم مرغ را از فریزر بیرون بگذارد وقتی از سر کار برگشتم بتوانم شام درست کنم و وقتی برگشتم مرغ هنوز داخل فریزر لعنتی بود. آیا من بیش از حد حساس هستم یا حق دارم ناراحت بشوم؟ عصبانی کردن یک زن اصلاً کار سختی نیست، مخصوصاً وقتی فکر می کند این کارتان از روی عمد است. وقتی همسرتان از شما می خواهد کاری انجام بدهید، به این معنا نیست که خودش از عهده آن بر نمی آید، بلکه می خواهد شما هم به او کمک کنید. امروز زنها می توانند بیشتر کارها را به تنهایی انجام بدهند، ولی وقتی مردی در زندگیشان است که برایش ارزش قائلند و به او احساس راحتی می کنند، ممکن است بعضی وقتها کارهای جزئی و بی اهمیتی هم از شما بخواهند. گاهی شاید هزاران هزار کار سر همسرتان ریخته باشد و از شما کمک بخواهد چون امیدوار است که شما آن کار را انجام بدهید، ولی وقتی شما آن کار را انجام نمی دهید او احساس می کند شما خودتان را مسئول نمی دانید و نمی خواهید به او کمک کنید. بهانه آوردن برای این به تأخیر انداختنها بدترین کار ممکن است، مخصوصا اگر آن کار برای همسرتان ارزشمند بوده باشد. وقتی فکر می کنید سرتان آنقدر شلوغ است که نمی توانید به او کمک کنید، یعنی با زبان بی زبانی به او می گویید انجام همه چیز بر عهده خودش است. انگار به او می گویید او برده شماست، نه شریک زندگیتان. اگر شرایط برعکس بود، فکر می کنید همسرتان کارهایی را که از او خواسته بودید فراموش می کرد؟ به احتمال زیاد نه. شما از زن زندگیتان می خواهید که به شما اعتماد کند. فراموش کردن کارهای کوچک باعث می شود از چشم او بیفتید، مخصوصا اگر روی کمک شما حساب کرده باشد. اگر فکر می کنید انجام این کارها آزارتان می دهد، به این فکر کنید که اگر انجامشان دهید تأثیر مثبتی روی رابطه شما می گذارد و اگر این تأثیر مثبت برایتان خوشایند بود انجامش بدهید. قسمتی از در رابطه بودن یعنی بخواهید به هم کمک کنید. اگر حتی حاضر نباشید کوچکترین کاری انجام بدهید، پس حتما در رابطه اشتباه هستید. اگر می‌خواهید در آینده گرفتار مشکلات نشوید، سعی کنید هر وقت همسرتان چیزی از شما خواست انجامش بدهید. منظورم این نیست که هر کاری از شما خواست انجام بدهید و از دستوراتش اطاعت کنید. برعکس، از شما می‌خواهم نشانش بدهید که علاقه دارید وقتی درمانده و خسته است کمکش کنید. به یاد داشته باشید که وظیفه شما به عنوان یک مرد این است که از او محافظت کنید و نشان دهید که دوستش دارید. انجام دادن کارهای کوچک نشانه این است که صدای او را میشنوید و علاقه دارید کمکش کنید، حتی وقتی خودتان هم مشغله زیادی دارید. نکته اصلی این است که سعی کنید که آن کار را انجام دهید. اگر همسرتان مشغول آشپزی، نظافت و شستن لباس هاست و شما حتی حاضر نیستید چند دقیقه زمان بگذارید و آشغالها را بیرون ببرید یا به او در کارها کمک کنید، پس در رابطه اشتباهی قرار دارید. اگر علاقه ندارید فعالیت شخصی خودتان را سامان بدهید و اولویت‌هایتان را مرتب کنید، حق او و هم در حق او و هم در حق خودتان ظلم می کنید. رابطه یعنی اولویت و تعادل. او کمکتان می کند و شما هم در عوض به او کمک می کنید.
با همین روش رابطه تان را پیش میبرید. مدام در مورد نامزد سابقتان حرف میزنید. نامزد سابقت به گذشته تو تعلق دارد، ولی تو همیشه از او حرف میزنی. اصلا برایت اهمیتی ندارد که من همینجا کنارت نشستم. اصلا میفهمی حرف زدن از او جلوی من چقدر برایم زجرآور است؟ کاری را انجام نده که دوست ندارید در حقت انجام نشود. چه زمانی حرف زدن از شریک سابقتان را باید متوقف کنید؟ جواب دادن به این سوال کار سختی است، چون زمان و جدول زمانبندی خاصی وجود ندارد. متاسفانه برای تعداد زیادی از افراد آن حس طرد شدگی و تنفر هنوز وجود دارد و این احساسات منفی را وارد رابطه بعدی هم می کنند. ممکن است فکر کنید حرف زدن از نامزد سابقتان کسی را که الان در زندگیتان است اذیت نمی کند و به او کمک می کند تا شما را بهتر درک کند، ولی این کار اشتباه است. حرف زدن از روابط قبلیتان و اشتباهات و رخدادهای طبیعی ممکن است طبیعی باشد، ولی اینکه همیشه و هر وقت که موقعیت پیش آمد حرف زندگی و نامزد سابقتان را پیش بکشید اصلاً طبیعی نیست. یکی از اولین قدم‌ها برای فراموش کردن گذشته و بازگشتن به روال طبیعی زندگی این است که دیگر در مورد نامزد یا همسر سابقتان حرف نزنید، حتی اگر این کار روحتان را سبک کند. این واقعیت که هنوز از افرادی که در گذشته تان بودند حرف میزنید یعنی هنوز به آنها توجه دارید. نامزد سابقم این کار را با من میکرد. همیشه در مورد دوست دخترهای قبلیش حرف میزد. مدام از این میگفت که چطور از کارت اعتباریش برداشت‌های بی‌حساب کتاب کرده است و حالا او به خاطر این کار نمیتواند دوباره به کسی اعتماد کند. آنقدر هر روز در موردش حرف میزد که انگار دیگر جزئی از برنامه روزانه‌اش شده بود. هر روز سر ساعت از او بدگویی میکرد. این کارش یک یادآوری دائمی از این موضوع بود که ذهن او هنوز درگیر نامزد سابقش است. آن دختر بدون اینکه بداند طرف سوم رابطه ما شده بود. این واقعیت که نامزدم چنین کاری میکرد میتوانست جوری روی من تأثیر بگذارد که در آینده من هم همین کار را در روابطم انجام بدهم، چون فکر میکردم یک رفتار طبیعی چنین گونه است و چند سال بعد خودم دقیقاً همین رفتارها را در پیش گرفتم. من زنی بودم که احساس میکردم مورد تمسخر واقع شدم و فکر میکردم اگر نامزد فعلیم بداند نامزد سابقم چه کاری در حق من کرده است دیگر چنین رفتاری در پیش نمیگیرد. اصلا به این فکر نمیکردم که او الان در چه حالی است و چه احساسی دارد، چون او روبرویم مینشست و فقط به حرفهایم گوش میداد. به احتمال زیاد بیشتر اوقات آزاردهنده به نظر میرسیدم و نسبت به اتفاقهای گذشته بیش از حد حساسیت به خرج میدادم، چون بعد از مدتی این رفتار تبدیل به عادت شد. همیشه در حال شکایت کردن از کمکاری‌های مردانی بودم که در زندگی گذشته‌ام حضور داشتم و اینکه چطور از همه چیز قصر در رفته بودم. فکر می‌کردم چون همیشه در حال بدگویی از آنها هستم این مسئله برای نامزدم مهم نیست. فقط وقتی فهمیدم او واقعا چه احساسی دارد که در حال جدا شدن بودیم از همه چیز حرف زد و به من گفت که چقدر گوش کردن به من در حال حرف زدن از نامزدهای قبلیم اما هم وقتی دیگر در زندگی من حضور نداشتن برایش آزاردهنده بوده است. همان موقع بود که ناگهان به آن واقعیت تلخ روبرو شدم و درک کردم که گوش دادن به صحبت‌های همیشگی من در مورد یک مرد دیگر که قرار بود فراموشش کنم چقدر برای نامزدم سخت بوده است. بعضی اوقات صحبت کردن از زندگی گذشته تان به جای اینکه مفید باشد میتواند مضر باشد. دانستن اینکه چه موقع دیگر نباید از آن صحبتی بکنید قسمت سخت ماجراست، مخصوصا اگر شریک زندگیتان از آن دست افرادی باشد که اهل صحبت کردن از عواطفش نباشد. راه حل من سریع و راحت است. چیزی را که دوست ندارید خودتان بشنوید به شریک زندگیتان نگویید. خودم هم دوست نداشتم در مورد شریک زندگی قبلی نامزدم چیزی بشنوم، مگر اینکه بحث مرگ و زندگی مطرح بود.
میدانم آن زن در گذشته چه کرده بود، ولی دوست نداشتم اسمش را از زبان نامزدم بشنوم، چون تکرار مکررات هیچ فایده‌ای ندارد. بهتر است اجازه بدهید مسائل گذشته در گذشته باقی بماند و از مسائلی که هر دوی ما را ناراحت می‌کرد حرف نزنیم. اینکه ببینیم نامزدم از شریک سابق زندگیش حرف می‌زند مرا دیوانه می‌کند. این حرفها باعث می‌شوند نسبت به احساس واقعی او با آن زن گیج شوم. آیا هنوز دوستش دارد؟ آیا هنوز می‌خواهد او در زندگیش باشد؟ آیا من به اندازه کافی خوب نیستم؟ هیچ دلیل موجهی وجود ندارد که شریک زندگیتان را در چنین وضعیتی قرار بدهید مگر اینکه از این طریق بخواهید تحریکش کنید. به عنوان مثال، اگر به همسرتان بگویید نامزد سابقتان یک مدل بلوند قد بلند اروپایی بسیار جذاب بوده است، هر چقدر هم که از او بدگویی کنید، آیا کار مثبتی برای رابطه فعلیتان انجام می‌دهید یا سعی دارید با بی‌لیاقت جلوه دادن او عصبانیش کنید؟ شاید خودتان متوجه نشوید که با انتخاب کلمات او را ناراحت می‌کنید، چون شما احساس می‌کنید یک مکالمه ساده داشته‌اید، در حالی که در واقعیت به رابطه‌تان آسیب زده‌اید. گاهی شاید احساس ناامنی کنید، چون طرفتان نسبت به شما اعتماد به نفس بیشتری دارد. شاید نامزدتان جذاب و بسیار باهوش باشد و از آنجا که می‌دانید در گذشته با مردانی موفق آشنا بوده است، شما هم در مورد زنانی که در گذشته شما بودند تعریف‌های پوچ و غیر واقعی بکنید. این کار باعث ناراحت کردن نامزدتان و ضربه زدن به غرور خودتان می‌شود. این کار را انجام ندهید. احتمالاً قصدتان این نبوده است که او را نالایق جلوه دهید، ولی گفتن این حرفها باعث بحث و جدال و دعوا می‌شود و در نهایت می‌تواند عامل جدایی شما بشود. اگر نامزدتان شروع به صحبت کردن از مردانی کرد که قبلا در زندگیش بودند، شما هم این کارش را با حرف زدن از نامزدهای قبلیتان تلافی نکنید. یک برخورد منفی قوی، یک راهکار شدید اشتباه، مخصوصا وقتی رابطه‌تان را دوست دارید، ممکن است شما را به بنبست برساند. بهترین راه حل این است که از همان ابتدای کار با نامزدتان تعامل داشته باشید و حرف بزنید. خوب است که از آنچه در ذهنتان دارید حرف بزنید، ولی در عین حال نباید مدام گذشته را به نحوی وارد موضوعات گفتگوی خودتان بکنید. هر دوی شما باید آنقدر به هم اعتماد داشته باشید که بتوانید از چیزهایی که آزارتان می‌دهد حرف بزنید و در عین حال حواستان به احساسات طرف مقابلتان هم باشد. حرف زدن در مورد خاطرات گذشته را متوقف کنید و در عوض با هم خاطرات جدیدی بسازید. هر دوی شما باید آنقدر به هم اعتماد داشته باشید که بتوانید از چیزهایی که آزارتان می‌دهد حرف بزنید و در عین حال حواستان به احساسات طرف مقابلتان هم باشد. حرف زدن در مورد خاطرات گذشته را متوقف کنید و در عوض با هم خاطرات جدیدتری بسازید. همینطور اگر این قضیه برای شما اتفاق افتاد و نامزدتان مدام در مورد مسائل گذشته و مردانی که در زندگیش بودند حرف زد، باید بدانید لزوماً به این معنا نیست که می‌خواهد شما را بازی دهد یا تحریک و عصبانی کند. البته بعضی از آنها هم دقیقاً همین قصد را دارند. شاید او مشکلاتی در برخورد با جنس مخالف داشته است که حالا باعث ایجاد حس ناامنی در او شده‌اند، یا نمی‌داند در حال حاضر در چه موقعیتی قرار دارد و حرف زدن از گذشته‌اش به او کمک می‌کند به درک بهتری از جایگاه خودش برسد. نمی‌خواهم بگویم که شما مجبور هستید به حرفای او گوش کنید، ولی این مواقع فرصت خوبی است که شما هم با او صحبت کنید و از چیزهایی که آزارتان می‌دهد حرف بزنید. می‌دانم که حرف زدن از چنین چیزهایی شاید چندان خوشایند نباشد، ولی مهم است که قبل از دیر شدن در موردشان کاری بکنید. شاید از خودتان بپرسید چطور شروع کنید. خیلی ساده است. هر کاری می‌کنید درگیری و دعوا ایجاد نکنید. به او بگویید از اینکه می‌بینید همیشه در مورد نامزدهای قبلی‌اش صحبت می‌کند تعجب کرده اید. بگویید که شما از این کارش ناراحت نیستید، ولی کنجکاوید
دلیل کارش را بدانید. با این روش گفتگوی خوبی را شروع می کنید و شاید بتوانید حرفهای او را هم بشنوید. وقتی او حرف زد و جواب سوالتان را گرفتید، از احساسات خودتان به او بگویید. این مرحله بسیار مهم است، چون اگر می‌خواهید یک رابطه عمیق و خوب داشته باشید، باید یکدیگر را درک کنید. اگر می‌خواهید صدایتان شنیده شود، خودتان هم باید بخواهید به حرف‌های طرف مقابل گوش کنید. گاهی اوقات هم دردی کردن با طرف مقابل کمک زیادی می‌کند تا جواب‌هایی که صادقانه برای سوال‌هایمان هست بگیریم. در هر حال با این کار شما به مرحله عمیق‌تری از رابطه‌تان می‌رسید، چون هر دو با هم به دنبال راه‌حل‌های مناسبی می‌گردید. بدون اینکه به او وقت بدهی با جدایی کنار بیایید. راحت را جدا کردی. مجبور نیستی به من توضیح بدهید، ولی جدا کردن راحت به این معنا نیست که دیگر هیچ اهمیتی به من ندهی، آن هم وقتی هنوز برایت مهم هستم. منظورم را اشتباه متوجه نشوید. شما بعد از جدایی نیاز به اجازه کسی برای ادامه دادن زندگی ندارید، ولی باید نسبت به احساسات طرف مقابلتان کمی حساس‌تر باشید. یعنی تظاهر نکنید که همه چیز مرتب است، در حالی که واقعا اینطور نیست. من نمیدانم وقتی رابطه‌ای تمام می شود چه چیزی در مغز یک مرد می گذرد، ولی آمار و ارقام نشان می دهد که مردان خیلی سریعتر از زنان به روال عادی زندگی برمیگردند. یعنی موضوع به این معنا نیست که آنها خیلی زود همه چیز را فراموش می کنند و می خواهیم در مورد همین موضوع حرف بزنیم. وقتی قلبتان می شکند، تنها چیزی که شما را به نحوی سرعقل نگه می دارد این است که امیدوارید فرد دیگر هم دقیقاً به اندازه شما ناراحت باشد و زجر بکشد. ولی وقتی از طریق شبکه‌های اجتماعی یا دوستان می بینید که خبری از زجر کشیدن و ناراحت بودن نیست، به انگیزه‌های پشت آن شک می کنید. واقعیت این است که بیشتر مردها سریعتر گذشته را فراموش می کنند. هرچند این موضوع لزوماً به این معنا نیست که هیچ احساسی ندارند. بعضی از آنها فقط بهتر می توانند احساساتشان را پنهان کنند. به همین خاطر ممکن است به نظر برسد اهمیتی نمی دهند. مردها به طور کلی نسبت به زنها بعد از جدایی درد روحی و جسمانی کمتری حس می کنند. این موضوع به این دلیل نیست که اهمیت نمی دهند یا از اول به دنبال آینده‌ای با نامزدشان نبودند، بلکه بیشتر به این دلیل است که زنها در انتخاب شریک زندگیشان حساسیت بیشتری نشان می دهد و برای همین از نظر عاطفی بیشتر درگیر می شوند. به همین دلیل وقتی از هم جدا می شوند، انگار دنیا روی سرشان خراب می شود، در حالی که مردها با جدایی به گونه‌ای متفاوتی برخورد می کنند، چون راه دیگری بلد نیستند. این اشتباه متداولی است که مردها بعد از جدایی مرتکبش می شوند. نه پشیمانی نشان می دهند، نه به وضعیت نامزد سابقشان اهمیتی می دهند و برای رهایی از احساسات دست یافته به فعالیت‌های جدیدی رو می آورند. مردها با توجه به اینکه احساسات خود را از طریق عصبانیت نشان می دهند، بیشتر از زنها در معرض درگیری با رفتارهای مخرب قرار دارند. همین باعث می شود مردها کارهایی انجام دهند که تا به حال انجام نمی داده‌اند. بعضی از آنها می خواهند از طریق آشنایی با زنان جدید و ایجاد ارتباط جنسی عواطفشان را فراموش کنند. اینکه شخص دیگری کنارتان باشد ظاهراً استراتژی درستی برای فراموش کردن است، ولی آنچه متوجهش نیستین این است که با این کار به عواطف نفر بعدی و خودتان هم در این حین ضربه میزنید. چنین رابطه‌ای به هیچ عنوان سازنده نیست. آیا اصلاً به احساسات نامزد سابقتان فکر کرده اید؟ آیا اصلاً نسبت به او هیچ احساس دلسوزی دارید؟ چنین راهی برای بازگرداندن اعتماد به نفستان نه تنها درست نیست، بلکه مخرب و نادرست است. درکتان می‌کنم. ناراحتید. نمی‌دانید این ناراحتی را چطور ابراز کنید.
در فصل‌های قبل در این باره گفته بودم که مردها همیشه ابزار لازم را برای روبرو شدن با احساساتشان در اختیار ندارند. آنها جوری تربیت شده‌اند که احساساتشان را پنهان کنند و مجبور شده‌اند باور کنند که گریه کردن نوعی ضعف است که مشخصاً اینطور نیست. به همین علت مردان زیادی احساسات واقعیشان را پنهان می‌کنند و احساساتی دروغین از خود نشان می‌دهند. بعضی از آنها غمشان را با نوشیدن الکل مخفی کرده و بعضی خودشان را در جمع‌ها و دورهمی‌های مردانه غرق می‌کنند. تعدادی از آنها از صمیمیت و رابطه نزدیک با زنان می‌ترسند و از هر زنی که از رابطه چیزی بیشتری بخواهد دوری می‌کنند. و البته برخی از مردان هم هستند که خودشان را غرق در رابطه جنسی بی‌ارزش موقت می‌کنند. از ارتباط با روسپی‌ها تا روابط جنسی بیهوده که یک شبه تا ایجاد ارتباط جنسی برای گرفتن انتقام و پر کردن جای خالی که احساس می‌کنند را ادامه می‌دهند. می‌دانم که جدایی یک پروسه سخت و بی‌رحم است، ولی به این معنی نیست که مجبور باشیم به خاطرش به خودتان ضرر بزنید. البته بعضی از شما چنان که گویی این رفتارها به اندازه کافی بد نیستند، باز هم از این فراتر می رویم و از خود و دوستانتان عکسهایی در حال خوشگذرانی در شبکه‌های اجتماعی پخش می کنید تا نشان دهید بدون نامزدتان حالتان کاملا خوب است. ولی این موضوع واقعیت ندارد، چون به طور طبیعی مردها دیرتر با جدایی کنار می آیند. همین واقعیت که شما هیچ وقت در سنین کودکی یاد نگرفته اید با احساساتتان کنار بیایید ممکن است باعث شود سالها طول بکشد تا جدایی را بپذیرید. ولی مجبورید از نقطه نظر یک زن هم به موضوع نگاه کنید. در حالی که گریه می کند و مدام به این فکر می کند که چه اشتباهی از او سر زده است، شما سعی می کنید غمتان را با ایجاد غم بیشتر از بین ببرید. ما افسرده می شویم و نمی فهمیم شما چرا مثل ما احساس بدبختی و فلاکت نمی کنید. پس فیلم بازی کردن و جوری رفتار کردن که انگار حالتان کاملا خوب است راه حل درستی نیست. ایجاد ارتباط با شخص جدید برای فراموش کردن گذشته بدترین اشتباهی است که می توانید انجام دهید. این واقعیت که حال شما هنوز کاملا خوب نشده است، حتی با وجود اینکه به یک زن جدید جذب شده اید، به این معنا نیست که باید سریعاً با او ارتباط ایجاد کنید. شما به نامزد سابقتان چیزی مدیون نیستید، ولی به خودتان مدیونید. به خاطر خودتان هم که شده باید کمی وقت بگذارید تا احساساتتان را حذف کنید. درست نیست که بدون نظر گرفتن عواقب کارتان و دردی که برای طرف مقابلتان ایجاد می کنید وارد رابطه جدید شوید. وقتی من و نامزد قبلیم از هم جدا شدیم، خودم را بابت هر اتفاقی که افتاده بود سرزنش می کردم. فکر می کردم تمام کارهایم اشتباه بودند و اینکه نامزدم دیگر با من کاری ندارد به این خاطر است که می خواهم مرا بابت تمام کارهای اشتباهی که انجام داده بودم و هر کاری که انجام نداده بودم تنبیه کند. تنها طی چند هفته مهمانی‌های پیاپی بود که در خانه‌اش برپا می‌شد و با انواع و اقسام زنان در ارتباط بود و بهترین دوران زندگیش را سپری می‌کرد. تمام آخر هفته‌ها در حال خوشگذرانی بود تا آنچه را که در حق من کرده بود فراموش کند. ولی در همین میان متوجه شدم که مشکل اصلا من نیستم. مشکل خود اوست. او از خودش راضی نبود. او نمیتوانست تحمل کند که با زنی با اعتماد به نفستر از خودش در تماس باشد. احساس میکرد لازم است مرا سرکوب کند تا کمبودهای خودش را جبران کند. او به سرعت زندگیش را از سر گرفت چون فکر میکرد میتواند تمام خاطرات مشترکمان را فراموش کند. فکر میکرد با ایجاد ارتباط با یک زن جدید میتواند مرا عصبانی کند. البته حق با او بود، ولی فراموش کرده بود با این کار بیشتر به خودش و دوست دختر جدیدش آسیب میرساند. هر کاری که با من کرده بود یک روز با آن زن هم میکرد. پس اگر زمانی رابطه تان از بین رفت، به یاد داشته باشید که فقط شما در حال زجر کشیدن نیستید و اگر فکر میکنید فراموش کردن گذشته کار چند روز و چند هفته است در اشتباهی، چون این روش سالمی نیست. زمان بگذارید تا احساساتتان را به طور کامل درک کنید.
اجازه دهید احساسات وجودتان را در بر بگیرند و هضمش کنید. به صدای احساساتتان گوش کنید. رفتارهای سمی را رها کنید و زمان بگذارید تا خودتان را بهتر بشناسید. به یاد بیاورید که قبل از شروع رابطه چه احساسی داشته اید. نمیدانید از زندگی چه میخواهید؟ هیچ وقت از اینکه چیزی آنطور که باید باشد نیست دچار عذاب وجدان نشوید. قبول کردن چیزی که در نهان میدانید درست نیست نشانه این است که معیارهایتان را پایین آورده اید تا شخص دیگری را خوشحال کنید. وقتی کسی مناسب شما نباشد آن را میفهمید. وقتی کاری را که نباید بکنید انجام میدهید آن را میفهمید. وقتی از صمیم قلب خوشحال نیستید باز همان را میفهمید. همه اینها را میفهمید. زنها کسی را میخواهند که بداند از زندگی چه میخواهد یا حداقل برنامه‌ای برای رسیدن به جایگاه مورد علاقه‌اش داشته باشد. با توجه به سنتان باید بدانید چه چیزی میخواهید. اگر در دهه 20 سالگی هستید و در تلاشید تا علاقه تان را کشف کنید این طبیعی است، ولی وقتی در 30 سالگی هستید و هنوز نمیدانید از زندگی چه میخواهید مشکلات جدی و عمیقی وجود دارد که میتواند روی رابطه شما تأثیر بگذارد. هر وقت دو دل و بلا تکلیف هستید و نمیتوانید تصمیم بگیرید باعث میشوید او فکر کند دچار ناامنی و ترس از آینده هستید. زنها دوست دارند بدانند جایی در آینده شما دارند، ولی وقتی شما خودتان بی برنامه و مردد هستید تنها باعث عدم اطمینان و تردید او میشوید. این حالتان باعث میشود از خودش بپرسد آیا واقعا او را میخواهید؟ این موضوع میتواند یا باعث پیروزی شما شود یا سبب شکستتان. نباید کاری کنید که حس کند به خاطر شما دچار پسرفت شده است. او یک مرد مردد و بلا تکلیف را نمیخواهد. او مردی اهل ریسک میخواهد که به وقتش میتواند تصمیماتی درست بگیرد. زن وقتی نمیتواند در کنار مرد به امنیت لازم برسد از او ناامید میشود. تصور کنید به کسی اطمینان کرده اید که حتی جرأت ندارد از خودش دفاع کند. او هرگز نمیخواهد نزدیک چنین مردی باشد. لازم نیست بدن عضله‌ای داشته باشید و کشتیگیر حرفه‌ای باشید، ولی در این حال باید نشان دهید که بی‌دفاع هم نیستید. او همان انرژی مردانه را از شما میخواهد. این جملات به این معنا نیست که شما دوست پسر یا شوهری وحشتناک هستید، ولی معنایش این است که شاید بهتر باشد مدتی از این روابط دوری کنید تا به درک بهتری از خود و زندگی برسید. شاید هم نیاز به کمک او دارید تا بفهمید چه چیزی از زندگی میخواهید. اگر میخواهید رابطه تان به جایی برسد باید همان مردی شوید که یک زن میتواند به او تکیه کند. به همان اندازه که او تلاش میکند شما هم باید تلاش کنید تا به آنچه برای هر دوی شما مناسب است برسید. وقتی نمیدانید از زندگی چه میخواهید با زبان بیزبانی به او میگویید که او هم نمیداند از زندگی چه میخواهد. این موضوع میتواند مشکلات زیادی ایجاد کند. وقتی نمیدانید چه میخواهید نمیتوانید راهی برای بهبود رابطه تان پیدا کنید. نمیتوانید برای رشدش پیشنهادی ارائه دهید. این رفتار باعث می شود او فکر کند شاید شما حتی نمیدانید چه همسری برایتان بهتر است. کسی که در زندگی هدف و خواسته مشخصی ندارد ممکن است راضی به چیزی شود که تنها در کوتاه مدت برایش مناسب است. لزوما نمیداند چه چیزی در دراز مدت برایش مناسب است. در نتیجه به هر چیزی که در این میان از مسیرش رد شود چنگ میاندازد. شاید سالها با کسی بمانید چون نمیدانید تعهد واقعی چیست. چیزهای مشابه این موارد باعث می شوند که نامزدتان در مورد آینده رابطه شما مردد شود، چون نمیداند این رابطه قرار است به کجا برسد و ممکن است این عدم اطمینان را با بی‌علاقگی شما به رابطه تان در نظر بگیرد و فکر کند اینکه هنوز در رابطه با او مانده اید. به خاطر توجهی است که او به شما دارد و امکاناتی است که برایتان فراهم کرده است. این موضوع همینطور میتواند باعث شود او احساس بی اهمیت بودن و شکست کند، چون احساس میکند نتوانسته به شما کمک کند به بالاترین آرزوهایتان برسید و عمیق‌ترین تمایلاتتان را ارضا کند. مشکل اینجاست که شما بر موارد اشتباه تمرکز کرده اید.
شما فرصت تشخیص رویاهایتان را با این کار منفعل کرده اید و بی‌تحرک بودنتان را از دست داده اید. اگر ندانید چطور از احساساتتان حرف بزنید و ایده‌ای برای بهتر شدن اوضاع ارائه ندهید، هیچ وقت در زندگی از روابطی که دارید راضی نخواهید بود. وقتی از خودتان راضی نیستین، همین نارضایتی در نهایت یک جور عدم تعادل در تمام جنبه‌های زندگی شما به وجود خواهد آورد و ماندن در یک رابطه تنها به منظور تنها نماندن هیچ وقت راه حلی برای مشکلات شما نخواهد بود. منظورم این نیست که عجله کنید و سریع هدفی در زندگی پیدا کنید و بفهمید از زندگی چه می‌خواهید، بلکه تشویقتان می‌کنم تا زمانی را به خودتان اختصاص بدهید و بفهمید از زندگی و عشق چه می‌خواهید و بعد بیدرنگ به دنبالش بروید. او را راضی نمی‌کنی. اگر قرار است دوستش داشته باشی، درست دوستش داشته باش. یکی از دلایلی که یک رابطه تمام می شود این است که جاذبه ابتدایی خودش را از دست می دهد. در ابتدای هر رابطه همه چیز معمولاً عالی است. چیزی افسانه‌ای تا اینکه با گذشت زمان همه چیز کم کم شروع به تغییر می کند. در گذشته اعتقاد بر این بود که مردها بیشتر از زنان به جنبه‌های جنسی رابطه توجه می کنند. امروز زنان هم از این قاعده مستثنا نیستند. این موضوع به این معنا نیست که می توانید نیازهای او را از یاد ببرید. همانطور که شما از زندگی زناشویی خود انتظاراتی دارید، او هم چنین انتظاراتی دارد. اینکه به اندازه کافی به نیازهای او توجه کنید مهم است، حتی اگر خودتان چنین نظری نداشته باشید. روی پیشنوازی تمرکز کنید. یکی از مسائلی که زنها زیادی از آن شکایت دارند نبود پیشنوازی در رابطه‌شان است. او به عنوان یک زن صمیمیت می‌خواهد، نه یک عمل جنسی خشک. قسمت خنده‌دار ماجرا این است که مردان زیادی این نیاز همسرشان را در نظر نمی‌گیرند و فکر می‌کنند با دور زدن این قسمت همچنان می‌توانند رابطه خوبی داشته باشند. ولی این ماجرا همیشه درست نیست. اگر همسرتان از عدم وجود صمیمیت شکایت می‌کند، به این خاطر است که واقعاً صمیمیتی بین شما نیست. این موضوع اصلاً مسئله پیچیده‌ای نیست. اگر همسرتان از این موضوع شکایت دارد و خواستار چنین چیزی است، چرا تلاش نمی‌کنید تا آنچه که می‌خواهد برایش فراهم کنید؟ پیش‌نوازی می‌تواند هر چیزی باشد، از لمس کردن یکدیگر تا حرف‌های عاشقانه، هر چیزی که باعث هیجان شما و همسرتان شود. یک زن دوست دارد احساس کند همسرش او را می‌خواهد. اگر همیشه بخواهید با عجله رابطه جنسی را شروع و تمام کنید، او در نهایت احساس می‌کند فقط یک وسیله و ابزار است. این موضوع هیچ وقت نشانه خوبی نیست و می‌تواند مشکلات بزرگی برایتان فراهم کند. زمان بگذارید و بدن و خواسته‌های او را بشناسید. از خودش بپرسید چه خواسته‌ها و نیازهایی دارد. باور کنید عمل به خواسته‌هایش می‌تواند رابطه شما را زیر و رو کند. کاری کنید که احساس کند ارزشمند و خواستنی است. از فانتزی‌هایتان با هم حرف بزنید. می‌دانم گاهی حرف زدن از فانتزی‌های جنسی با همسرتان کار سختی است، ولی یک بار دیگر تکرار می‌کنم در چنین مواقعی حرف زدن از احساسات و خواسته‌هایتان بسیار مهم است، چون باید بدانید چطور تمایلتان را بیان کنید. مردان زیادی فانتزی‌ها و خواسته‌های جنسی خود را با همسرشان در میان نمی‌گذارند، چون می‌ترسند مورد قضاوت قرار بگیرند و بدتر از آن همسرشان با خواستهشان موافقت نکند. ممکن است تعدادی از زنان با یک سری خواسته‌های جنسی مخالف باشند، ولی بقیه زنها حاضرند هر کاری برای خوشنودی شما انجام بدهند. با این حال تا زمانی که خودتان از خواسته‌هایتان برای ایجاد صمیمیت بیشتر حرف نزنید، چیزی از آن نمی‌فهمید. زنها از یک روتین همیشگی خسته می‌شوند، مخصوصاً اگر همسرشان از خواسته‌های رازآلود و عجیب خود با آنها حرف نزند. شما یک فرد بالغ هستید، پس چرا باید از بیان خواسته‌های خود خجالت بکشید؟ در بدترین حالت درخواستتان را برای امتحان روش‌های جدید رد می‌کند. عواطفتان را نشان بدهید.
زنانی هستند که دوست دارند رابطهشان در سکوت کامل باشد، ولی زنان زیادی هستند که دوست دارند از عواطف شما خبردار شوند. میخواهند بدانند شما از رابطهتان راضی هستین و از شما انتظار سکوت ندارند. وقتی شما ساکت هستین باعث میشوید او فکر کند به درستی از پس وظایفش بر نمیآید یا به اندازه کافی خوب نیست. شما یک عروسک بیجان نیستید. سعی کنید با همسرتان ارتباط برقرار کنید، حرف بزنید و به چشمانش نگاه کنید. نباید کنارش عین یک جسم بیجان باشید، مگر اینکه دوستش نداشته باشید. اگر قضیه این است، باید این موضوع را زودتر به او بگویید و رابطه‌تان را تمام کنید. اگر نه به یاد داشته باشید همسرتان هم نیازهای جنسی دارد که باید به آن پاسخگو باشید. ترکت خواهد کرد. بزرگترین اشتباهی که یک مرد میتواند مرتکب شود این است که باور داشته باشد زنی که برای زندگی کردن با او به سختی جنگیده است هیچ وقت ترکش نخواهد کرد. او ترکت خواهد کرد و به مرد دیگری فرصت خواهد داد تا ارزش چیزی را بداند که تو قدرش را ندانستی. یکی از بزرگترین اشتباهات یک مرد این است که فکر می کند زنی که عاشقش است او را ترک نمی کند. اشتباه می کنید. زنی که به آخر خط رسیده است بنا به دلایل زیادی شما را ترک خواهد کرد و این به شما بستگی دارد که چه کاری انجام دهید تا متوقفش کنید. اجازه دهید موضوع را برایتان باز کنم. یک زن به شما احتیاج ندارد. او تنها می‌خواهد شما بخشی از زندگیش باشید. ولی وقتی سر شما آنقدر شلوغ است که او تبدیل به اولویت دوم می شود حتی لحظه تأمل نمی کند تا شما را از زندگیش بیرون بیندازد یا به سادگی وسایلش را جمع کند و خودش از زندگی شما بیرون برود. او احساس تنهایی می کند. یک زن از شما می خواهد بدانید وجود دارد و قدر حضورش را بدانید. به بیان ساده تر نسبت به او بی تفاوت نباشید. مردها عادت دارند وقتی خیالشان راحت شد عادتهای قبلیشان را از یاد ببرند. مردها به راحتی قادرند در دنیای خودشان غرق شوند، در حالی که زنها همیشه در حال رسیدگی به مردها و توجه و علاقه نشان دادن به آنها هستند. به همین خاطر است که بسیار مهم است وقتی در رابطه‌ای هستین حضور همسرتان را فراموش نکنید. وقتی از نظر عاطفی در رابطه حضور ندارید هر لحظه او را از خودتان دورتر و دورتر می‌کنید. او در نهایت خواهد فهمید که حقش نیست چنین برخوردی با او صورت بگیرد و به راحتی از زندگی شما می‌رود. عشق و توجه دو عامل مهم در زندگی مشترک هستند. وقتی جای خالیشان در رابطه حس شود به او چراغ سبز نشان می‌دهید تا ترکتان کند. این موضوع متوجه مردانی که تمام توجه و تمرکزشان را روی کارشان می‌گذارند هم می‌شود. کار شما قرار نیست شبها کنارتان بخوابد یا وقتی احتیاج به صحبت دارید پای درد و دلتان بنشیند. درست است. اگر کارتان را در درجه اول اهمیت قرار دهید شاید در نهایت همه چیز را از دست بدهید. بدانید کی باید دست از کار بکشید وگرنه زمان ارزشمندی را که می توانستید در خانه بگذرانید از دست خواهید داد. نیازی نیست تمام وقتتان را به او اختصاص بدهید چون چنین چیزی غیر ممکن است، ولی می توانید چند دقیقه در روز را کنار هم بگذرانید تا با هم حرف بزنید. این زمان می تواند حین شام باشد، قبل از خواب باشد یا هر زمان دیگری که تشخیص بدهید که مناسب است و به رابطه شما کمک می کند. اینکه شما مشغول کار هستید و وقت آزاد زیادی ندارید قابل فهم است، ولی وقتی با خودتان قرار می‌گذارید تا برنامه‌ای را اجرا کنید مثل وقت گذاشتن برای رابطه و صحبت کردن با همسرتان در دراز مدت این اتفاق می‌افتد. حتی گاهی می‌توانید یادداشت‌های کوچک محبت آمیز را روی میز توالت یا در یخچال برایش بگذارید که علاقه و قدردانی شما را نشان دهد. همین کارهای کوچک برای اینکه به او نشان دهید تنها نیست و قدرش را می‌دانید کفایت می‌کند. به او احساس جذابیت و خواستنی بودن نمی‌دهید. یک سری اتفاق عادی و همیشگی می‌تواند رابطه شما را ویران کند، چون بعد از مدتی به شکل یک وظیفه از سر اجبار به نظر می‌رسد. او عاشق توجه شماست چون باعث می‌شود احساس جذاب و زیبا بودن بکند
بعضی از مردها به جای اینکه در رابطه جنسی با همسرشان تنوع ایجاد کنند، سراغ فیلم‌های مستهجن می‌روند. چرا به رابطه‌تان تنوع ندهید؟ می‌توانید نسبت به او بیشتر ابراز احساسات کنید. در هر حال کاری کنید که حس کند زیباست. به او نشان دهید تنها او را می‌خواهید و او تنها کسی است که در ذهن شما جای دارد. هرچه سن زن بالاتر می‌رود، بهتر می‌داند چه چیزی می‌خواهد و اگر زمانی حس کنند توجه لازم به آنها نمی‌شود یا وجودشان اضافی است، به راحتی ترکتان می‌کند. با هم تفاهم ندارید. زنها به طور کلی نیروی محرکی یک رابطه هستند. سعی می‌کنند وقتی اوضاع خوب نیست، راه‌های مختلفی پیدا کنند تا بهتر بتوانید با هم حرف بزنید. ولی وقتی دو طرف با هم تفاهم ندارند، ممکن است لجبازی کنند و این موضوع تا برهم خوردن رابطه پیش برود. برای رابطه‌ای که هر دو طرف می‌خواهند حق با خودشان باشد، هیچ راه نجاتی وجود ندارد. زندگی زناشویی اینطور نیست. شما باید از طریق سازش کردن با هم دنبال راه حل مناسب بگردید. وقتی یکی از طرفین فکر می کند در حق دیگری خوبی می کند و رفتار درستی با او دارد، طرف دیگر ممکن است فکر کند همسرش خودپسند و قدرنشناس است. این موضوع می تواند منجر به ایجاد انتظارات غیرواقعی از طرف هر یک از آن دو شود. یکی فکر می کند احساساتش به چشم طرف مقابل نمی آید و طرف دیگر نسبت به او احساس تنفر می کند. چنین سماجتی از طرف هر دوی آنها این رابطه را به هیچ سرانجامی نمی رساند. تنها راه حل گفتگوست. با هم حرف بزنید و این حرف زدن به معنای سر تکان دادن در مقابل حرف همسرتان فقط برای بستن دهانش نیست. گفتگو یعنی حرفهایش را با دقت بشنوید و توضیحات لازم را بدهید تا باعث ایجاد حس خشم و ناراحتی در او نشوید. حرفهایتان را بزنید. لازم نیست با هر چیزی که او میگوید موافق باشید، ولی باید سعی کنید بدون بالا بردن صدایتان از علت ناراحتیتان حرف بزنید. احساساتتان را خفه نکنید. اجازه بدهید شنیده شوند. نظرتان را بگویید، چون نباید سلامت روح و روانتان را به خاطر چیزی که می شود از ابتدا با به زبان آوردن چند کلمه از آن جلوگیری کرده و مختل کنید. میدانم حرف زدن از احساس همیشه کار راحتی نیست، ولی ممکن است که حرفهای همسرتان را بهتر بشنوید و از آن مهمتر این است که بگویید اتفاقات پیش آمده چه تأثیر روی روان شما داشته است. بهتر جلوه دادن مشکلات یا مخفی کردنشان هیچ کمکی به شما نمی کند. اگر با هم تفاهم ندارید، راه بهتری برای بیان مشکلات پیدا کنید قبل از اینکه به مرحله جدایی برسید. گفتگو کلید حل این مشکلات است. بدترین اتفاقی که می تواند بیفتد چیست؟ شاید در نهایت به تفاهم نرسید، ولی حداقل برای برطرف کردن مشکلات تلاش کرده اید. دوستانش بیشتر از شما به او گوش می‌دهند. یکی از دلایلی که زنان روابط سرد و بی‌احساس خود را رها می‌کنند این است که با دوستان خود احساس راحتی و نزدیکی بیشتری می‌کنند. اگر همسرتان حامی‌هایی بهتر از شما پیدا کند و اگر به اندازه کافی قوی باشد، بسیار احتمال دارد که بدون لحظه‌ای تعلل شما را ترک کند. گاهی اوقات برای زنها ساده‌تر است که از نارضایتی‌هایشان با دوستانشان حرف بزنند. این موضوع باز هم به همان گفتگو کردن با لزوم و اهمیت آن برمیگردد. او همیشه نمیتواند از تمام نگرانی‌ها و نارضایتی‌هایش با دوستانش حرف بزند. او باید از تمام مشکلاتش اول با شما حرف بزند و اگر این کار را انجام نمی‌دهد، مشکلی وجود دارد که باید شناسایی و رفع شود. وجود دوستانی که بشود با آنها درد و دل کرد بسیار خوب است، ولی اگر همسرتان حس کند شما به خوبی به حرفهایش گوش نمی دهید یا وقت کافی را به او اختصاص نمی دهید تا مشکلات را بفهمید، به آهستگی او را از دست خواهید داد. هرچه بیشتر برای حمایت شدن به دوستانش پناه ببرد، احتمال جدایی شما بیشتر است. مهم است که راههایی برای ایجاد ارتباط و گفتگوی بیشتر پیدا کنید و نشان بدهید که حواستان به این رابطه هست تا او بفهمد که هر وقت اتفاقی افتاد او میتواند روی کمک شما حساب کند.
همه چیز با آن ارتباط فکری و کلامی برمیگردد. حواستان باشد آن را از دست ندهید. او به آخر خط رسیده است. وقتی زنی به آخر خط می رسد، راضی کردن او به ماندن کاری بسیار سخت می شود. امروزه زنها در تمامی ارکان جامعه حضور دارند و ضعیف و کم‌هوش نیستند. آنها با اعتماد به نفس مستقل‌اند و می‌دانند چه زمانی به آخر خط رسیده‌اند. اگر مدام در حال اغوا کردن زنان دیگر هستید یا چیزی را که از شما می‌خواهد انجام نمی‌دهید یا حتی اگر پول زیادی روی چیزهایی که نفعی برای رابطه‌تان ندارد خرج می‌کنید، به او دلایل بیشتری برای ترک کردنتان می‌دهید. زنها قدرت تحمل زیادی در برابر همسرشان دارند، ولی وقتی خودخواه هستید و به احساسات او بی‌تفاوتید، او در نهایت شما را رها خواهد کرد. شاید همان موقع ترکتان نکند، ولی این حس نفرت آنقدر بزرگ می شود که در نهایت مثل انفجاری بنای رابطه‌تان را نابود خواهد کرد. او رابطه‌ای سطحی را که راه به جایی ندارد نمی‌خواهد. مردها اغلب اوقات نشانه‌های هشدار را که جلوی چشمشان هست نمی‌بینند تا وقتی که دیگر دیر می‌شود. اگر مدام به شما می‌گوید موضوعی او را اذیت می‌کند، سریع متوقفش کنید. اگر نسبت به شما ابراز احساسات می‌کند، نسبت به کلماتش بی‌تفاوت نباشید. اگر از شما می‌خواهد رفتاری را ترک کنید چون آزارش می‌دهد، سعی کنید او را درک کنید و نیازهایش را بفهمید. او ارزش خودش را می‌داند و می‌داند مجبور نیست به پای کسی بنشیند که به اندازه او این رابطه را نمی‌خواهد. برای یک زن کار بسیار سختی است که شما را ترک کند، ولی گاهی همین اتفاق لازم است تا شما به خودتان بیایید و آنچه را که لازم است تغییر بدهید. سخن آخر: لحظه‌ای که نیمه گم شده‌تان را بیابید، هر کاری لازم است انجام می‌دهید تا از او محافظت کنید. آنچه لازم دارد برایش فراهم کنید و عشقتان را به او ابراز کنید. تو بنا به دلایل اشتباه مرا دوست داشتی. تو همه چیز را از من می‌خواستی و من آنقدر درگیر عشقت بودم که خودم می‌گذاشتم تا خواستت را اجرا کنم. تو وجودم را خالی کردی. من برای به دست آوردن عشق و قدردانی تو مناعت طعم و شأن خودم را از دست دادم. احمق بودم که اجازه میدادم از من سوء استفاده کنی. احمق بودم که آنقدر به پای تو ماندم، آن هم وقتی میدانستم لیاقتم بیشتر از توست. دیگر از دستت عصبانی نیستم. در حقیقت خوشحالم که اینطور شد، چون یاد گرفتم خودم را دوست داشته باشم. یاد گرفتم اینقدر منتظر تایید دیگران نباشم. من لایق عشقم. همیشه لیاقتش را داشتم و این چیزی است که همیشه به آن باور خواهم داشت. آن هرگز عشق نبود. وقتی عاشق کسی باشی به او دروغ نمیگویی، در تاریکی نگهش نمیداری، به او خیانت نمیکنی و حتی نزد خودش خردش نمیکنید. یک انسان عاشق هیچگاه به شما فرصت نمیدهد که نسبت به عشق او شک کنید. سخت است کاری کنی که قلبی شکسته دوباره بتواند به تو اعتماد کند. زخم‌های گذشته او گاهی بی نهایت عمیق‌اند. ببخش یعنی فراموش کردن اشتباهات گذشته‌ای که آنها را جایی در اعماق وجودت سالها پنهان کردی. مجبور نیستی در هر کاری که برایش انجام می‌دهی بی‌نقص و کامل باشی. تنها باید نشان بدهی او برایت ارزشمند است. پایان.